إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سوره مجادله شروع میشه. مجادله سوره را به نام مجادله به خاطر میگه که بحث مجادله اصل نزاع کردن میگه، بحث و گفتگو را میگه. اینجا یکی از جمله زنان صحابه کرام که پیش پیغمبر علیه الصلاة و السلام آمده عذر خدا پیغمبر بیان میکنه. قتی پیغمبر علیه السلام بحث میکنه خو البته بحثشان یک کمی تندتر است، از او خاطر در قرآن کریم از او تعبیر به مجادله شده. این موضوع در این صورت خیلی مهم است. از یک طرف بیان برجستگی حقوق زنا را میکنه که الله تبارک و تعالی چی نوع ظلما را از بین برده که در زمان جاهلیت موجود بود. از طرف دیگه الله تبارک و تعالی دعای هر کس میشنوه در هر موقعیتی که است، ولو که خیلی پنهانم سخن بگویه یا بلندم سخن بگویه، الله تبارک و تعالی شنیدنی امو آوازش است. و این یک حکم انتظامی که تا نزاع در بین خانواده پیدا نشوه در اول سری سورت ذکر شده، از او خاطر کل سورت به نام سوره مجادله یاد کرده. 105 سورت است سورت که قبل سوره حجرات و بعد از سوره منافقون نازل شده. این سورت مدنی است، از امو خاطر احکام در ذکر میشه. خصوصا دعوای سورت منع اونمو راه های فساد است. از کدام راه که فساد پیدا میشه الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه تا در بین مسلمانان آداب و انتظام برقرار شود، در نظام خانواده شکستگی و خلل پیدا نشود. از امو خاطر این سورت ارتباطش قط ما قبل الله ترغیب به انفاق و جهاد فی سبیل الله داده بود. انفاق و جهاد فی سبیل الله برای اصلاح عالم است، یعنی اصلاح بیرون است. در اینجا الله تبارک و تعالی احکامی را ذکر میکنه که دو اصلاح درون میشه، یعنی خانواده میشه و فساد از خانواده گم میشه. یا جهاد و انفاق برای دفع کردن فساد بیرون بود، اینجا آدابی بیان میکنه الله تبارک و تعالی که فساد داخل از بین میبره. یا است که در ما قبل الله تبارک و تعالی رد کرده بود بالای بدعتی که اهل کتاب ایجاد کرده بودن که رهبانیت بود. در اینجا الله تبارک و تعالی رد میکنه بالای بدعتی که در زمان جاهلیت مشرکین مکه ایجاد کرده بود، او را رد میکنه. در اولی صورت الله تبارک و تعالی موضوع مهم پیش میکنه که او عبارت از مباحثه زن صحابی است. صحابی اوس ابن صامت رضی الله عنه صحابی است. زن از او به نام خوله بنت ثعلبه است که زن اوس ابن صامت رضی الله عنه بود. طلاق زهار قطعش کرد. زهار ای را میگه که کسی تشبیه بده زن خود به یکی از اعضای محرمات خود، که تو مثل مادرم باشی یا تو به مثل پشت مادرم باشی، شکم مادرم باشی. البته تشبیه دادن زن خود به مادر یا به اعضای مادر این مسئله اتفاقی است. کل علما میگه که این زهار گفته میشه. آیا اگر زن خود تشبیه بده کسی به امرای محرمات دیگی خود، مثل همشیری خود، مثل چیسته عمه و خاله خود، در این مورد هم یا چیسته مثل دیگه محرمات هر کس کی باشه، آیا در این زهار میشانه؟ علما اختلاف داره. خب قول راجح است که هم زهار میشه. در زمان جاهلیت یکی از جمله ظلمایی که بالای زنا صورت میگرفت از راههای طلاق بود. از امو خاطر است که در سوره نساء انواع راههایی که از طریق طلاق بالای زنا ظلم میشد او را الله تبارک و تعالی رد کرد. همچنان در سوره بقره مثلا و طلاق میدادن پس رجوع میکردن، باز طلاق صدها طلاق واقع میشد، نمیگذاشتن که زن زندگی خوبه اینجا اختیار کنه یا از این رخصت شده بره در جای دیگه. از امو خاطر او زن همیشه در تکلیف و مشقت و سختی باقی مانده بود. او ظلم را الله تبارک و تعالی رد کرد. یکی از جمله انواع ظلم ها ای بود
که هرگاه میگفتن زن خدا که با مثل مادر است یا پشت مادر است، با زیر عین مادر فکر میکردن. ابدالاباد نکاح قطعی تر زن ممنوع قرار میدادن و این حرام قطعی میدانستن. هیچ جرا برای پس آمدن این زن نبود. نظام مقدس اسلام که به اساس عدالت و انصاف استوار است، همه تقاضاها را و همه ضروریات در نظر میگیره. از همون خاطر است که مسئله طلاق بسیار مرحله وار مشروع کرده، روا کرده. اینطور نکرده که یک دفعه کسی طلاق بگوید دستی جدا شود. اول باید ضرورت به طلاق پیدا نشود، چرا که عقد نکاح پیوند قوی را در بین زن و شوهر قائم کرده او هر کدام متعهد به این ساخته که ما مسئولیت خود در برابر دیگه خود انجام میدیم و حق از هر دو طرف حقش مشخص است. از همون خاطر است که تربیه اسلامی و نظام اسلام امی تقاضا را داره که هیچ طلاق واقع نشود. چرا؟ طلاق سبب فرقت در بین زن و شوهر است، اما صدمه یا ضرر از او به اولاد، به خانواده، به تمام هر دو فامیل میرسه و خود به خود نعوذ بالله تخم کینه و عداوت در بین دو طایفه کاریده میشه. از همون خاطر است که اسلام طلاق مرحله وار مشروع کرده. یعنی شده میتونه که یک مرتبه زن و شوهر با هم جدا نشوه، طلاق بده تا که عدت پر نشده، امکان داره جور آمد پس در بینشان شوه و از او اعمال سابقی خود پشیمان شوه. در اینجا اگر مسئله زهار به می سیستم باقی می گذاشت، خصوصا زنی که کل عمر خود قطع شوهر تیر کرده و در آخر عمر شوهرش به خاطر ازی که دیگه تکلیفی از او را برداشت نکنه، همینطور یک گپ بزنه ابدالآباد سرش حرام شو و بره، او بیچاره به سرنوشت میشه. در کجا بره؟ حالی خصوصا بعضی خواهرایی که پدر و مادرم نداره یا برادر نداره یا برادر داره نگاه نمیکنه، این گپی خیلی واضح است. یا است که اولاد داره، مادر بسیار شفقت و مهربانی سر اولاد خود داره، انواع ظلم شوهر خود متحمل میشه. هر قدر که او شوهر ایره لط میکنه، کوب میکنه، نان نفقه نمیده، لیکن دلش از اولاد کنده نمیشه. همین سختی را متحمل میشه و نمیخواه که بره، ولو که برای ازو زندگی در دیگه جای بسیار خوب، براحت، با عزت میباشه، لیکن دلش از اولاد کنده نمیشه. حالی اگر این حکم نافذ میشد، این زن دلش از اولاد کنده نمیشد، چقدر ظلم زیاد بود. از امو خاطر الله تبارک و تعالی قانونی را وضع کرد، این رسم جاهلیت از بین برد. کسی که بگوید که زن مسلم مادر، این مادری حقیقی شدن نمیتونه. مادری حقیقی و نموسته که آدم از پیشش پیدا شده. خو لیکن این گپ استعمال کردن، این دلالت بالای ازی میکنه که تو در مورد زن خود به اعتناستی، تو رعایت حقوق از او را نداری. از امو خاطر الله این کلام جرم مقرر کرد. پشتی سر میگه که منکر من القول است و زور است. یکی خود دروغ جور بکنی، دیگه کاری است که قطعا عقل قبول نداره. اینطوری گپ گفتن. از اینجا برای ما واضح میشه که اسلام در مورد رعایت حقوق زنا چقدر اهتمام قوی کرده. حتی استعمال همی سخن اگرچه اثرات نداره که عین مادر بگرده و نکاح بیخی حرام شوه، نه، ام استعمال همی سخن هم الله جرم قرار داد و تا وقتی که کفاره را نپردازه همی شوهر نمیتونه باز به زن خود نزدیک شوه. این جریمه را الله تبارک و تعالی مقرر کرد. چرا؟ به خاطر که زن عضو خانواده است، وجودی است، لباسی است. تو در مورد ازی به این اندازه بی اعتنا نباش که تو اهمیت برش نمیدی و هر کلمه که از دهنت میبره استعمال میکنی. نه، تو باید محتاطانه قدم بگذاری در زندگیت. اینمی قسم زن و مرد هر دو باید در زندگی خود بسیار قدم محتاطانه بگذاره، یکی به دیگه بسیار احترام متقابل قائل باشه. اینطور نباشه که یکی خود بیخی نعوذ بالله الله جور میکنه. در افغانستان ما شما اکثر شوهرها اینطور فکر میکنن که بیخی اختیارداری قبضی روحی همی زن و من مستم، هر کاری را که میکنم برای ما جایز است. اونطور نیست. اسلام حدودی مشخص کرده، در مطابق این حدود شوهرم قدم بگذاره و زن هم باید قدم بگذاره. حالی ببینیم که یک سخن الله تبارک و تعالی چقدر جرم قرار داده و چقدر رعایت حق زن کرده که در مورد زنت اینقدر گپی بی اعتنایی گفتی که تو مسلم مادرم هستی، خلاص است. البته بعضی اوقات اگر کسی اینطور بگوید که مسلم مادرم هستی لیکن در احترام، در ای که عزتمندیت پیش ما، قدر و قیمتت پیش ما زیاد است، این باز زهار نمیشه. چرا که منظور در نیتی از او تعلق داره که نیتی از او چی بوده. زهار اونو را میگه که تو در حرمت
در حرام بودن زن خود تشبیه میدی به مادر خود یا به یکی از محارم خود. اینی کلمات استعمال کردن درست نیست. اگر کسی کلمات استعمال کرد تا وقتی به زن خود نزدیک شده نمیتونه که یا غلام آزاد کنه، مثل که پشت سر آمده برای ما را ایسته، این جزایش است. یا ایسته که نه او روزه بگیره 2 ماه پی در پی، اگر روزه گرفتن نمیتونه باز طعام بده 60 مسکینه. یعنی این کفاره اینمی زهار است اگر این کلمات در مورد زن خود استعمال کرده بود. حالی ما دیدیم که الله تبارک و تعالی چه قیودات وضع کرد که شوهر دیگه هیچگاه سخن امیتور لاوبالی از دهنش نبرایه، بلکه بسیار احتیاط بکنه. افسوس است امروز ما و شما در جامعه قرار داریم، شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه، شوهرایی است که در راهی از این گپا تیر نشده، در روزی 20 دفعه طلاق میده، 20 دفعه قطع مادر تشبیه میده، 100 دفعه قسم میخوره که برات نزدیک نمیشم، 100 دفعه میگه کارت ندارم برو در خانه پدرت، اما بازم او زن است، اما بازم او گپاست. اینجا اردو مسئول است، ام زن ام شوهر. زن اگر اینطور کلمات میشنوه باید اقدام بکنه، در تلاش و استفسار حکم شرعی شوه. ما که میگیم که باید زن و مرد قرآن بشنوه. اگر یک زنی که در ترجمه قرآن شریک شده باشه، او در ساعت اول در لحظه اول میفهمه که شوهرم در حق ما کدام کلمات استعمال کرده و اثری که سری کلمات مرتب میشه کدام است، تا که آگاه باشه زندگیشان نعوذ بالله به زنا تیر نشوه. احکام الله خامیر میگه مؤمن کسی که بندگی الله را میکنه او پابند احکام الله است، ولو که هر قدر تکلیف سرش میاد، تکلیف دنیا را میپذیره، درد دنیا را میپذیره، اما تکلیف آخرت نمیپذیره، عذاب آخرت ترس داره. از امو خاطر است که اگری بصیرت برای زنا باشه، زن مسئولیت داره که شوهر خود موقع نده. او شوهرها خو ماشاءالله عمرات تیر میشه از این مسائل، کسی آگاه نمیشه. ازدواج صورت میگیره کسی طلاق نمیفهمه که طلاق با کدام کلمات گفته میشه و چی وقت گفته میشه، یعنی ناآگاهانه عقد ازدواج صورت میگیره، حالان که باید اردو زن و شوهر در مسائل زنا شوهری معلومات کافی در مورد دین داشته باشه که بگوین ما نکاح چی شرایطی داره، نکاح چی مسئولیتی داره، نکاح چی را میگه، عهد و پیمان تا که بسته است و چی حق دارم. بعد از این ما چه رقم زندگی را اختیار میکنیم. یک آدم مجرد و یک آدم زندار زمین و آسمان فرق داره. یک آدم مجرد هیچ پروای چیز نداره، اما زندار مسئول است، حرکت میکنه، تلاش میکنه، چرا خانواده خود جور میکنه، خانه خود آباد میکنه، اینده صاحب عیال میشه. در این مورد باید سنجش داشته باشه. اینی بود نظام مقدس اسلام که چقدر پاسداری از مظلومیت زنا کرده. از همون خاطر ما بار باری را یاد میکنیم که اگر زنایی که واقعا با دین اسلام آشنایی داره نخواد در یک مفکوره و نظام آنقدر حقوقی که اسلام مطابق امو استحقاقشان حق قائل شده، در یک نظام دیگه طور حقوق کسی پیدا کردن نمیتونه. ولی با تاسف یک تعداد زنای ما شکاری نعوذ بالله شعارای جلوه دادنی دموکراسی شده، فکر میکنه که فقط غرب ما را بسیار موقعیت خوب داده، حالان که غرب شما را تباه میکنه، عزتتان از بین میبره. به اسلام رو بیاره که اصل عزت در اسلام است. قرآن چقدر به کلمات سخت چی در این مورد بیان میکنه. تعجب خود در اینجاست که زن قتی پیغمبر علیه السلام مباحثه داره، درس عظیم به ماست. زن است، شوهرش برش گفته در آخر عمر است. امی اوس ابن صامت رضی الله عنه امی خوله بنت ثعلبه را چی کرده؟ امی کلمات گفته که تو مسلم مادرم باشی. پیش پیغمبر علیه السلام آمده یا رسول الله سیکو مراجعه ده کی میکنه؟ کسی که واقعا قطعی از او راه حل وجود داره. چرا؟ احکام الله را او آورده، احکام الله را او تشریح میکنه. چی راه برای بیرون رفت در این مورد موجود است یا نیست؟ از همون خاطر به پیغمبر اسلام میگه یا رسول الله ما عمر خدا جوانی خدا صدقه ازی کردم، کل نعمتها زندگی مرا این قابل استفاده قرار داد، حالی که در حالت پیری رسیدم برای اینطور کلمات گفته من کدام طرف شوم؟ این بسیار درد داره. کسی که نمیتور تمام عمر در خدمت کسی تیر میکنی او در آخر عمر تو را همونطور میکشه که حتی هیچ احترامی هم برای تو قائل نباشه. این درد در قلب امی زن بوده. اما بالای پیغمبر علیه السلام تعالی را هیچ وحی نشده بود، احکام معلوم نبود. با پیغمبر علیه السلام وقتی این عذر خدا پیش کرد، پیغمبر علیه السلام گفت دیگه تا او وقت حکم نامده بود، بس دیگه گفت مسلم مادر شدی،
جدا شدی گفت یا رسول الله در مورد هر چیز تو بیان داری در این مورد هیچ بیان نامده. بسیار قهر شد در این مورد. خو امی قدر گفت که انما اشکو الی الله، ما شکایت به الله میکنم. مثل که یعقوب علیه السلام امی قسم شکایت خدا به الله اظهار کرده بود. مراد از شکایتی بود که ما امی اظهار غم خدا به الله خود میکنم. امو بود که جبرئیل امین آمد. عایشه رضی الله عنها مادر مومنان میفرمه که الله تبارک و تعالی چه ذاتی است که مباحثه امی زن قتی پیغمبر علیه السلام که در یک گوشه خانه ما موجود بودم نشونیدم که چی گفتن، اما الله بالای 7 آسمان از عرش شنید سخن کی را؟ خوله را رضی الله عنها. اینجاست که این آیت برای ما چی امید میده؟ زن مراجعه به صاحب شریعت کرده که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام از عقل خود از جان خود گپ گفته نمیتونه، منتظر وحی است، برش میگه گپ مو گپ است، تالی را حکم جدید برای من نامده. لیکن الله تبارک و تعالی چطور دعای کسی را، شکایت کسی را، غم کسی را الله میشنوه. از همون خاطر است که انسان در هر موقع به الله خود شکایت کنه. چقدر عقیده قوی داشته که گفت پیغمبر اگر تو حکم نداری من شکایت خدا به الله میکنم، الله خود حالت خود مرا میبینه. او واقع ادم طور بود، الله حکم روان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. قد سمع الله قول التي یقینا شنید الله. اینجا شنیدن به معنای قبول کردن است. مثل که در نمازم سمع الله لمن حمیده، سمع الله اینجا معنای قبول میکنه الله برای کسی که حمد الله را میگه. کسی که صفت و ستایش الله را میکنه الله او را قبول میکنه. ما در رکوع که میگیم اینجا سمع که قبولیت سرش مرتب شده ایمان را داره. قد سمع الله قبول کرد الله تبارک و تعالی قول التي سخن او زنی را تجادلک که بحث و گفتگو میکرد. اینجا مراد سوال و جواب بود که از پیغمبر علیه السلام میگفت که در این مورد چه حکم است در اسلام. پیغمبر حکم نامده بود، از او خاطر گفت نه امو رقم که گفت امو رقم شده. اینجا مراد از مجادله کشمکش جدال نیست. جدال ای را میگه که ما بخوایم که گپی ما خیلی زور شوه، تو بخوای که گپی ما زور شوه. اینطوری نبوده، تنها بحث میکرد. خو لیکن بحثش یک کمی تیزتر بود از کی؟ از امی خوله رضی الله عنها. از او خاطر الله تبارک و تعالی تعبیر به تجادلو کرده، یعنی مجادله بحثی تندتر میکرد امرای تو فی زوجها در مورد شوهری خود که شوهر برای کلمات استعمال کرده. و تشتکی الی الله اظهاری غم خدا میکرد به سوی الله تبارک و تعالی. اینجا تشتکی شکایت اظهاری غم کردن است به سوی الله تبارک و تعالی. والله یسمع تحاورکما، الله تبارک و تعالی یسمع میشنود تحاورکما سوال و جواب شما را. از این تحاور معلوم میشه محاوره گفت، معلوم شد که اونجا جدال نبوده. جدال نبوده که هر کدامش به قهر گپ زده باشه، بحث میکرد. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی سمیع شنونده است. امو رقم که لایق شان الله است. بصیر بیننده است، تمام حالات الله میبینه. امو رقم که لایق شان الله است. این صفت ها به الله ثابت است. سمیع است، خو مثل انسان وارنه که به گوش ضرورت داشته و پرده های گوش، به هوا و فضا ضرورت داشته باشه، به صدا ضرورت داشته باشه. الله مشابه انسان نیست. امو رقم که لایق شان الله است، بس میشنوه. الذين يظاهرون حکم الله روان کرد. او کسانانی که ظاهرون ظهار میکنه منکم از جمع شما. معلوم شد که حق مرداست، زن ظهار نمیتونه. این فقط مرد است که بگویه به زن خود که تو مثل مادرم هستی، یا یک عضو مادر یا یک عضو از محرمات خود تشبیه بده زن خدا، مشابه کنه زن خدا. او این نیت شام چی باشه؟ حرمت باشه، یعنی مثل مادر واری سرم حرام باشی. دیگه بعضی مردم هم اینطور میگه. البته ای بعد از نکاح سیسته، قبل از نکاح به یک دختر کسی میگه که مثل خواهرم هستی یا مثل مادرم هستی و هیچ گپی نیسته، غلط گفته، دروغ گفته، نه مادر میشه و نه خواهر، نکاحش قطعی از او بالکل میشه. این در صورتی که نکاح کرده و باز میگه که تو مثل خواهرم باشی، دخترم باشی یا مادرم باشی، او نیتشام حرمت باشه، اینی را زهار میگه. من نسائهم، از او خاطر از زنان خود زهار میکنه. معلوم شد که در کنیز زهار نمیشه. اگر کنیز تشبیه داد به مادر هیچ گپی نیست. ما هن امهاتهم، الله میفرماید نیست یا مادرایشان. توسط همی قدر گفتن یا مادر شده نمیتونه. این امهاتهم نیست مادرای از یا الا اللایی، مگر امو مادراست ولدنهم که تولد کرده زایده یاره در دنیا
اونمون مادری حقیقی است. و اینهم تر مردم ها لیقولون میگویند منکرم من القول، گپی که خلاف عقل است و خلاف شرع است. منکر که عقلم بد میدانه، شریعتم بد میدانه، یا من موتور بد است. چرا زنی خدا عقد نکاح کرده یا اولاد داری، قدر عمر تیر کرده، باز او را مشابه به مادر کنی در حرمت؟ ای واقعا عقلم نمیپذیره. چرا در آخری عمر ای چیره مادر از اولادش جدا بکنی، یا از دادن نان نفقه و این چیزایی که سری توست در آخر عمر چی کنی؟ جدا کنی. از او خاطر منکر گفت. من القول و زورا مخالف حقیقت است. چرا؟ و زورا دروغ است. چرا؟ اگر جمله خبریه باشه که تو مادر با مثل مادر هستی، این دروغ میگه. با مثل مادر خو نیستی، خو مادر نیسته. اگر نه که انشایه باشه که تو مثل مادر شوی، نمیشه. این خود گفتاری از این نمیشه. و ان الله یقینا الله تبارک و تعالی لعفو، عفو کننده است، درگذر میکنه با وصف که قول منکر است. غفور، بخشش میکنه با وصف که دروغ است. دروغ بخشش میکنه، این منکر بودن ان شاء الله عفو است، درگذر میکنه. چطور را انتخاب کرد؟ با این خاطر که زن از خانه جدا نشوه، آخری عمرش در دست دیگه کسا نبیه، سرنوشتش نعوذ بالله دوچاری مصیبت نشوه. الله فرمود که تو شوهر اینقدر بی‌اعتنایی در حق زنت کردی. والذین یظاهرون، کسانی که ظهار میکنن من نسائهم، از زنای خود، ثم یعودون، باز میگردن، لما با تدارک آن چیزی که قالو گفتن، با این خاطر که تدارک قول خدا بکنه. یک مانا ثم یعودون، باز میگردن، لما قالو، برای آن چیزی که گفته، یعنی به تکراری همین لفظ، به تکراری لفظ باز میگرده، باز میگه. یک دوم مانا ثم یعودون، باز میگردن، یعنی یک مرتبه در جاهلیت دمی گپاره میگفتن، در اسلام هم میگپاره میگه. دیگه ترجمه ثم یعودون، باز میگردن، برای از اینکه میده کنه چیزی را که گفته، اصلش لنقض ما قالو، برای میده کردنی امو گفتاری خود حالی غلط ثابت میکنه، پس رجوع میکنه، به زن خود هم بستری قطش میکنه. دیگه ثم یعودون، باز میگردن به نگاه کردن بعد از ظهار که زن خود نگاه کنه. الله تبارک و تعالی میگه لما قالو، آن چیزی را که گفته، فتحریر رقبت، واجب است، لازم است بالایش آزاد کردنی یک غلام، من قبل ان یتماسا، پیش از اینکه هم بستر شوه امروی زنی خود، یعنی یکی با دیگه تماس کردن نمیتونه تا وقتی که غلام آزاد نشده. ذالکم، حکم کفاره که الله مقرر کرده، توعظون به، نصیحت داده میشوه برای شما بینمی کفاره دادن، که شما کفاره بده بعد از زن در عقد نکاحت باقی است. والله بما تعملون خبیر، آینده که کدام معامله صورت میگیره الله باز تنبیه و آگاهی میده. الله با آن چیزی که شما میکنه خبیرون، خبردار است که آیا حقوق میپردازی یا نمیپردازی. فمن لم یجد، کسی که نیافت غلام مثل که عالی است، فصیام شهرین، پس روزه گرفتن 2 ماه است، متتابعین، که پی در پی باشه، پی در پی روزه بگی، بعد از تو میتونی به سیاست خود نزدیک شوی. من قبل ایتماسا، پیش از اینکه هر دو با هم تماس کنن، یعنی هم بستر شون. فمن لم یستطع، کسی که توانی امی 2 ماه پی در پی گرفتن نداشته باشه، آدمی مریض است یا شیخ فانی است، فاطعام 60 مسکینا، پس طعام دادن از سرش برای 60 مسکین. 60 مسکین طعام بده، بعد از امو زنش است. ذالک، ای دادن کفاره بینمی ترتیب یک مانا. ذالک، ای خودداری کردن از الفاظ زهار، که دیگه الفاظ زهار آدم استعمال نکنه. ذالک، اجتناب کردن از همبستری کردن پیش از دادن کفاره، به خاطر عزیز که لتؤمنوا بالله و رسوله، که یقینا شما ایمانتان ثابت شوه به الله تبارک و تعالی و پیغمبر الله، شما ایمانتان ثابت شوه. قرآن بر ما میگه اینی اعمال کفاره دادن، یا خود نگاه کردن از استعمالی کلمات، یا خود نگاه کردن قبل از اینکه کفاره را نده هم بستر نشوه، این کلش عمل است، او عمل جز ایمان است. از او خاطر تعبیر از عمل به ایمان کرد. ذالک، ایگه پا لتؤمنوا بالله، که شما ایمان بیاری به الله تبارک و تعالی، یعنی محکم شوه ایمانیتان. چرا این اجزای ایمان است؟ و رسولی، بالای پیغمبر الله، که شما بدانی که الله ما بر ما احکام روا کرده، پیغمبر بر ما بیان کرده. و تلک حدود الله،
الله میفرمایی حدود الله است. حدود چی را میگه؟ هر چیزی که اندازه داشته باشه، داخل چوکاٹ باشه، حدی معین، اندازه معین داشته باشه، او را حدود میگه. این جمعین حد مقرر کرد الله تبارک و تعالی کی کلمات استعمال نکنه. چرا؟ این جرم است، این گناه است. اگر استعمال کرده در او صورت به زن خود نزدیک شده میتونه که این امور انجام بده. این حدود الله است. چرا اینطور میگه؟ این حدود الله است. اگرچه در دنیا پشت پرده شما هر کاری را میکنه، هیچ کس از پیشتان آگام نمیشه، زنم خدا پشت میگیره پنهان میکنه، گپا مردم پنهان میکنه، هیچ گپی نیست. زول امام زړی تراوی به نزد الله رفته نیست. تلک حدود الله. این حدود الله است. حدود الله را باید آدم بشناسه. ما که شوهر ایزن هستم با چی اندازه تصرف دارم، با چی اندازه حق دارم، کدام کلمه را استعمال کرده میتونم، کدام استعمال کردن نمیتونم. بیا امروز از سوال بکن از مردم در عمر در ترجمه قرآن ننشسته بودن او نفهمیده بودن، کارای انجام داده میشه که بالکل موی آدم سری بدن انسان استاد میشه. علتش است اینمی تاریکی های جهالت مکمل فضا را تاریک ساخته سری مردم، حقایق نمیشناسه. جار جنجال، بی‌اعتنایی، بی‌اهتمامی در مورد زن، در مورد شوهر، از هر دو جانب حالات خراب است، اما از جانب شوهرها خیلی زیاد. علتش است که معلوماتی کافی از این نظام اسلام نداره. همونطور مسلمانی تذکیره است پدر و مادر مسلمان بود، بس دیگه نمیطور زندگی روان است. امو رقم که در عرف کدام زندگی روان است امور مردم پیش برده رایسته و خودم مسلمان معرفی میکنه، نمیفهمه این گپارا. خو قرآن میگه تلک حدود الله وللکافرین، برای کفار عذاب علیم. کافر چرا میگه؟ کسایی که این کار میکنه از حدود الله حقیقتا کدام فرامینی، کدام قوانینی که الله گذاشته، اگر کسی حقیقتا این کار میکنه میگه نه من قبول ندارم، ایره الله تعبیر به کافر کرد. وللکافرین، برای کفار. مراد از کافرین جا کیسته؟ کسایی که امی حدودی وضع شده الله را، امی قوانینی که الله مقرر کرده ایره قبول نداره، این کار میکنه. برای این گپای دیگه کس است. یا نعوذ بالله عمل که سرش نمیکنه او کافر حکمی است. حقیقتا کافر نیست، حکما کافر است. چرا؟ کاری را میکنه که او از کافر است. فرق تو مسلمان در چی میشه؟ فرق تو کافر در چی میشه؟ تو این میره رعایت نکردی یک کافرم، نعوذ بالله پیش از هیچ فرق نداره زن است یا زن خودش است یا زن دیگه، نعوذ بالله امو چیسته شهوت خود پورا کرده رایسته، برای از حد و مرز نیست. تو مسلمانم اگر می حدود رعایت نمیکنی تو کافر، چی فرق میشی؟ در عمل فرق میشی؟ نمیشی. و هم زنا کرده رایست تو زنا میکنی، نعوذ بالله. لیکن به مردم امروز بگو، مردم یک دفعه سوال بگو چند مراتب گپا را گفته قطعی زنایتان؟ چقدر؟ به هزارها دفعه میگه، هیچ گپی نیست، نه کفاره وجود داره نه هیچ گپ. خلاص ان الذين، سخت حکم است. الله علی چطور بیان میکنه؟ ان الذين يحادون الله، یقینا کسانی که مخالفت میکنن. محاده مخالفت میگه، مشاقه و محاده دوش مخالفت است، لیکن در محاده مخالفت ظاهر است، چی پټ است، پنهان است، او در مشاقه مخالفت بنگ آشکار است. یقینا کسانی که مخالفت میکنه، اینجا مراد از پیشش مخالفت از حدود شرعی است، کدام قوانینی که شریعت وضع کرده. اگر او در نظام خانواده تعلق داره، اگر او در نظام بیرونی تعلق داره، در هر مورد کی است، کسایی که مخالفت میکنه از حدود الله تبارک و تعالی و رسوله، از او قوانینی که پیغمبر تشریع کرده. دیگه چی طور است؟ کوبیتو کما کوبیت الذین، ذلیل کرده شده هستند، کما کوبیت الذین، مثل که ذلیل کرده شده و کسانی که من قبل این پیش از یا بودن. مراد از پیشش یهود است. یهود هم نادیده گرفتن احکام الله را. روز شنبه الله قوانین مقرر کرد شکار نکنه، لیکن وا حیله ها را جور کردن، توسل به شکار شدن، حوزا را جور کردن، روز یک شنبه شکار کردن. روز یک شنبه که شکار کرد، الله تبارک و تعالی نعوذ بالله چهرهشان مسخ کرد. اینجا بسیار سخت وعید است. چرا؟ الله تبارک و تعالی میگه که ذلیل کرده شدگان هستند این مردم، مثل که ذلیل کرده شده بود و کسانی که پیش از یا بودند. و قد انزلنا، یقینا ما روان کردیم،
فرو فرستادیم آیات بینات، احکامی واضح واضح برای از که زندگی مردم سر و سامان بگیره، انتظام در بینشان قایم شوه، تبادله حق و حقوق شوه، مسئولیت شناسی شوه. کلی از بینات احکام الله است. وللکافرین عذاب مهین، سخت وعید است برای کسایی که انکار میکنن. معلوم شد که مراد از کافرین کسایی که منکر از حدود الله است. عذاب مهین، برایشان عذابی خیلی رسوا کننده است. چرا؟ یا نعوذ بالله زندگی را بر رسوایی تیر کرده، الله برایشان عذابی رسوا کننده برایشان مقرر میکنه. این آیت از یک طرف میگه که مخالفت از حدود شرعی عام است. حدود دو قسم است. یکی حدود و نموسته، جزاهایی که الله در مقابل جنایات مقرر کرده. مثلا حد قتل قصاص است، حد زنا سنگسار یا دور زدن است، حد شرابخوری بگوید دور زدن است، حد قذف دور زدن است، حد مال چی است؟ قطع کردن دست است. الله تبارک و تعالی در مقابل این جنایات حد مقرر کرده. امو جزاها را هم به نام حد یاد میکنه در شریعت اسلامی. لیکن حد دیگه اطلاقش بالای تمام احکام الله تبارک و تعالی است. تمام احکام الله تبارک و تعالی که ثابت، تمام احکام الله که ثابت به قرآن و حدیث صحیح باشه، ایران به نام حدود الله یاد میکنه. چرا؟ احکام چرا حدود میگه؟ حد میگه اندازه را. حدود به خاطر حدود میگه که یام اندازه شده، یعنی مقدار مشخص داره، امو وقتش یا کیفیتش یا هر چیزش که هسته او مشخص است. در او باید تغییر کسی نبیاره. چرا؟ به خاطر که اگر او را تو تغییر میاری، در حقیقت خود برابر شارع میسازی. از طرف شارع حکم مقرر شده بود، تو میگیری در او تغییرات میاری. از امو خاطر احکام الهی را تعبیر به حدود میکنه. چرا؟ اندازه شکی مانده الله. به طور مثال نماز صبح 4 رکعت نماز است، 2 رکعت فرض و 2 رکعت سنت. این حد است. دینی وقت خوانده میشه، با اینی کیفیت خوانده میشه و اینی مقدار است. اینی را به نام حد یاد میکنه. نمیتونیم ما این را 1 رکعت بخوانیم و نمیتونیم 4 یا 3 یا زاید بخوانیم. 2 رکعت فرض تغییر داده نمیتونیم. نمیتونیم این را قبل از طلوع صبح بخوانیم، چرا که حد مقرر کرده الله برش وقت خاص کرده. نمیتونیم ما کیفیتش تغییر بدیم، روی طرف قبله نمیکنیم، طرف دروازه مسجد میکنیم در اینجا. نمیتونیم ما سبحان ربی العظیم در قیام بخوانیم و الحمدلله را در رکوع بخوانیم. نمیتونیم ما سجده را پیش از رکوع بکنیم. نمیتونیم که ما قاعده را هیچ نکنیم در آخر فقط استاده سلام بگردانیم. کیفیت تغییر داده نمیتونیم. و اینمی معنا و مقصد قبول کردن چیست؟ محمد رسول الله، که کدام کیفیت در عبادت پیغمبر تشریح کرده، یک چیزیش او طرف ای طرف کردن نمیتونی، تغییر داده نمیتونی. چرا؟ یا حدود الله است. از همون خاطر علامه آلوسی رحمت الله علیه صاحب تفسیر روح المعانی بعد از اینکه خیلی بحث قوی کرده در این مورد، در مورد او امرا، او پاچاهایی که قوانین اسلامی را نعوذ بالله اوسو کرده، در جایش قانون دیگر را گذاشته و گفته که این قانون اسلام مطابق عقل نیست یا مطابق این زمان سازگار نیست. این قانون جدیدی ما خیلی خوب است، مطلقاً با کفر ازو بالکل فتوا داده که کافر است. اگر کسی امی قانون اینطور بگوید که این قانون خو صحیح است، قبول داریم، لیکن در حال ما مناسب نیست، ما امروز تقاضای دیگر چیز است، باز میگه نعوذ بالله این آدم حدود الله را تغییر داده، این آدم کافر است. در اینجا در اینمی حکم امو کسای داخل میشه که بدعت میکنن. دین روز الحمدلله تشریح شد، اگر بدعت حقیقی میکنه اگر اضافی میکنه، نو یک چیز پیدا میکنه مسلم ایلاد داره که نو پیدا میکنه که در دین وجود نداشت. اینمی هم در جمله یحادون الله و رسوله است، یا مخالفت الله و رسوله میکنه. رسول بیان نکرده برات او تو میگی نه ای ثواب داره، یا است که اصل شی موجود است خو کیفیتش تغییر میده. دعا موجود است خو تو کیفیتش تغییر داده، مقتدیای خدا ملزم کرده ای که سنت زود زود بخونه، در جایتان بخونه، یک روزم در خانه نخونه. مولا صاحبام التزام کرده دمی جای خود در جای فرض سنت زود زود میخونه، به خاطر که روی دور بده با امرای مقتدی خود دستار بالا کنه. دعا خو خوب چیز است، عبادت الله است، خو لیکن الله مطلق گفته، پیغمبر به این شکل نکرده. تو گرفتی کیفیت برش جور کردی. کیفیت
خاص کردی در پشت سر نماز، باز کیفیت جور کردی که مقتدی و امام اردو دستار بالا کنه. اینی را میگه مخالفت رسول الله. آیا دعا را پیغمبر نمیفهمید؟ نمیدانست که دعا خودش که میگه که عین عبادت است؟ آیا دعای موت خیلی قابل قبول است از پیغمبر علیه السلام؟ آمین موت خیلی تاثیر داره یا آمین صحابه کرام؟ پس پیغمبر بعد دعا میکرد او صحابه آمین میگفت و برای ما و شما در صدها احادیث نقل میشد که پیغمبر اینی کلمات دعا را در دعای خود امرای مقتدی خود استعمال کرده. کتابای حدیث سعی کنه قبل از سلام دعا آمده که پیغمبر قبل از سلام اینی دعا را گفته، در سجده دعا آمده، در رکوع آمده، در قومه آمده، در جلسه آمده. خو امی علمه بگو جنابی عالم یک حدیث تو پیدا بکو که بعد از نماز پیغمبر قطعی صحابه کدام دعا را خوانده. دین شناسی گپ یادی نیست که هر کس بگوید ما دین شناختم. شناخت دین برای خود بصیرت میخواه. تا وقتی که این نکته ها را در ذهنت نآوردی که عبادت چی را میگه، اونمو را میگه که شریعت برای ما حدود گذاری کرده، پلوان گذاری کرده، چوکاٹ گذاری کرده. من از جان خود نمیتونم نه عبادت اضافه کرده میتونم نه در عبادت تغییر آورده میتونم. این کار نمیکنم. این آیت قرآن شامل امی مبتدعین هم است. چرا؟ یا مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه. چرا؟ رسول الله را متهم میکنه. قرآن میگه این مردما کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم. چرا اینطور میگه قرآن؟ که مسلک ذلیل شده مردم سابق عیناً عمل کردی از یارا کردن، اما دینی که در کتابشان بود خودشان تغییر دادن، تحریف کردن، زیاد کردن، کم کردن، کیفیتش تبدیل کردن. یهودیت و نصرانیت خو همونطور نشده، علمایشان گرفتن و خم دین آسمانی بود، یا زیاد کرد یا کم کرد یا کیفیت ها را دش تغییر آورد. امروز امی بدعت عیناً نمونه اونمو تغییر و تبدیل است. در حدیث که بدعت پیغمبر بد گفته به خاطر چی بد گفته؟ به خاطر ازی که در دین تغییر میاد. چری دین تو میگیری بدل میکنی، تغییر میدی. بدل کرده یا نکرده؟ یک مقتدی بعد از فرض در اینجا تسبیح نمیگه، یاد نداره. شما پرسان کنی یک دفعه امی گپار عملا امی ملا که داد میزنه یک دفعه پرسان کنی که مقتدیش تسبیحات یاد داره یا نه. تسبیحات فاطمه را سوال کنی که میفهمه یا نه. سبحان الله را سوال کنی که چند دفعه خوانده میشه. نه سعی کنی طریقه پیغمبر را تغییر دادن. نعوذ بالله. پیغمبر عادتش تسبیح خواندن بود، آلیا تسبیح نمیخونه. پیغمبر سنت در خانه میخوند یا در خانه نمیخونه. همینجا پیغمبر قطع صحابه یک جای دعا نمیکرد یا در مقابلش میکنه. سراسر از ابتدا که شروع میکنه در مخالفت پیغمبر تا که نماز ختم نمیشه مکمل. یک دفعه خویا مراجعه به حدیث پیغمبر بکنه، نه صفت نماز پیغمبر خود بدانن که واقعا کدام گپ است. آیات قرآن خو ما را میگه ان الذين یقینا کسانی که یحادون مخالفت میکنه الله از احکام الله تبارک و تعالی و رسوله از طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. طریقه پیغمبر مخالفت میکنه. کدام طریقه را که پیغمبر برش وضع کرده؟ از کجا شد اسقاط؟ از کجا شد 3 و 4؟ از کجا شد نوروز؟ از کجا شد نظری چیسته سمنک میگه یا بیبینانک میگه؟ ای از کجا شد؟ از خود اختراعات کردیم، کشیدیم رقم نعوذ بالله واهیاته. چیز دیده وطن دیده میشه که بالکل فکرت بیخی ایران بمانه کی از کجا شده و از کجا در کدام کتاب است او چی رقم پیدا شده. هر روز ختم است، آجام میدوه و ملا میدوه. پیغمبر نمیدانست که قرآن ثواب داره، صحابه نمیدانست، تابعین نمیدانست. در کدام جایش همینطور است؟ قرآن اما بخوانم ثوابش به تو بخشیدم. در یک حدیث پیدا میکنی که قرآن کسی خوانده باشه ثوابش به دیگه کس بخشیده باشه؟ پیدا کنی برای من. در کجاست؟ دین خواست خود جور کردن است. پشت شکم گشته را ایستن هنوزم مدح میکنه حاجی صاحب الله خیر بسیار دیندار آدم است، هر جمعه ختم داره. دینداریش فقط بایسته، خودش قرآن یاد نداره، سری قرآن عمل نمیکنه، مقصد قرآن نمیفهمه، میگه خب دیندار است. ملا صاحب پیسه برش میرسه، 2 پیازه میزنه، کوفته میخوره، دستوبکی در چای، دیگه چی غمیشه داره. حاجی صاحبام قطش قطی میباشه، ترجمه قرآن نمیره، در ختمات ویده را ایستن، فرضی خدا نمیفهمه. پرسان کنی امی مردمایی که در ختمه میره بگو کلمه مانا کو که میتونن یا نمیتونن. دل آدم بسیار درد میکنه که ملت تا کیه در کدام حالت روان است. او این علمای ما اینمی رقم هستن، اینمی طور حالت سری مردم آورده، مردم بیچاره را رگم کرده.
رای ثواب و عذاب خدا نمیفهمه. چی کنیم چی نکنیم، کدام کار سنت است کدام بدعت است. نه در کل عمر شما کدام بدعت کسی میشناسه؟ هیچ بدعت در افغانستان وجود نداره. سایکو هیچ نیست، هیچ کس نمیفهمه. عوام سوال کنه بگو بدعت چی میگه، کدام کار بدعت است؟ اگه یکیش شناخت نیسته، بیان نکرده، وضاحت نداده که مردم بشناسه که بدعت چی میگه. کوبیتو کما کوبیت الذین ذلیل کرده میشوند، ذلیل کرده شدن، کما کوبیت الذین مثل که ذلیل کرده شده هستند او کسانی که من قبل پیش از یا بودن. و قد انزلنا آیات بینات. او چرا اینطور ذلیل میشه؟ به خاطری که الله میگه من نازل کرده بودم احکامی واضح، نه شک استش نه شبهه است، هر چیزش واضح است، مقدار واضح، مکان واضح، زمان واضح، کیفیت واضح. در احکام الله کدام شبهه پیدا میکنی؟ هر چیز واضح است. این میگیره نعوذ بالله زیادت و کمی را دیش کرده رویسته، مخالفت طریق شرع را. وللکافرین کسایی که منکر است از حدود الله، ای عذاب مهین، عذابی رسوا کننده، عذابی سبک کننده است. یوم یبعثهم الله جمیعا، در روزی که بلند کنه الله امی مخلوقات امی بندگان خود تمامیشه. فینبئهم، پس خبر میده الله تبارک و تعالی بما عملوا، به آن چیزی که در دنیا انجام دادن. کار چی رقم انجام دادی، نماز چی رقم خواندی، به طریقه کی؟ به طریقه بیبی یا بابای یا به طریقه محمد رسول الله، و کدام رقم خواندی؟ امروز ما فخر میکنیم نه نمازی که بیبی برای ما یاد داده بابایم بس امور میخوانم، من این چیزا را یاد ندارم. این گپایی که تو برام میگی من این را یاد ندارم. نمیگی که بابا و بیبی به کدام دلیل چی رقم نماز برام نشان داده بود. آیا اون نماز درست است یا نادرست؟ یک دفعه خود تیر کنم کلماتیشه که کلماتی که میخوانم درست است یا نادرست. او این را عار میدانه مردم. شما باور بالله بکنه نصفی مردمه بگاد. یک مولوی صاحب در چیست در موبایل یک کوچی را گیر کرده بود، یک طالب از پیشش سوال میکنه کلمه را بخوان، گفت الحمدلله رب العالمین. کین بالله بکنه اکثری مردم سوال کنه اگر الحمدلله را بد درست خوند مولا نمیتونه خونده، اما که واقعا حرفا را درست ادا کنه تجویدش خو بگذار، و قوانینی که محسن است زیبایی میده او را بگذار، اما قوانین ضروری را نمیفهمه، حرف از مخرج ادا کرده نمیتونه. ولغ دوالین میگه غین دال واو الف در یک حرف داده به کدام قسم تلفظ میکنه. اینی حال ماست، اینی حال ماست. او بس در منبر میبریم ان العلماء ورثه الانبیاء گفته رایستیم. او عوام امام فخر، عوام هم خوش است. عوام چرا قط ما جور نمیه؟ عوام میگه قطعی سر ما 20 دعای زیادی را یاد میکنه. ما این را از کجا یاد کنم؟ این از کجا ما بفهمم؟ ما از کجا ما یکیش نمیفهم میگه دیگه شه. الله میگه فینبئهم، خبر میده یارا بما عملوا، به آن چیزی که انجام دادن. الله خبر میده که چی عمل انجام دادی، به طریقه کی انجام دادی، کدام کار کردی و به طریقه کی کردی. احصاه الله و نسوه، شمرده الله کلی اعمال و نسوه، مردم فراموش کرده، هیچ قصیش نیسته. مردم میگه او چی میگه؟ وضو که گفتم الله لک بخش است، بگو مقصد استاد چو؟ نه الله از پیشی سوال داره. در کاری دنیای یقین بکن که استاد چو بکنی. خیمه را استاد نکده، چپری جور نکده، انجینر آورده نقشه را سر انجینر ماهر انداخته، بعد از این تور معمار پیدا کرده که 100 روپیه اضافه میدی، میگه خشتی تا خیلی درست بچین. رنگ مالا چطور پیدا کردی؟ در یک کاری دنیا تو بلا پسی شدی که برو پشتش بلا هیچ پروا نداره. در کار دین که برسی نه مقصد وضو که استاد شو. الله از پیشت سوال میکنه وضو که استاد شو، وضو که استاد شو. پیغمبر یک صحابی که تنها پایچش پایین است از بجلک سرش پاش 3 مرتبه وضو میکنه، 3 مرتبه وضو میکنه. نماز هم سرش دور نمیده، به خاطری که متوجه شوه که تو در نماز می باید اینمی رقم که وضوی چی رقم است، نمازی چی. تو آمدی همینطور استاد شدی پایچایت سه نکدی. یک صحابی که قومه و جلسه را نمیکنه 3 مرتبه او را پس دور داده که نماز بخوانه. و خوان به الله وضو کرده بود استاد شده بود روی در قبله. پیغمبر چرا دور میده؟ مؤمن هستی تو، مکلف هستی، الله از تو مطالبه میکنه چی رقم نمازه، چی رقم روزه را. هوایی است.
والله على كل شيء شهید. الله تبارک و تعالی بالای تمام چیزا شاهد و حاضر است. الله هر چیزا میبینه، مشاهده میکنه. نگو که نماز خواندم او الله دید یا ندید. از اول که تو استاد میشی نماز چی رقم میخوانی، برای کی میخوانی، چی نیت داری، چی اراده داری، چی تلفظ میکنی، الله خو میدانه. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات. بله، منافقین بسیار مجلسای پنهان داشتن. مجلسای پنهان دو ضرر داشت. یکی خویی بود، همیشه ای کار منافقین است که بنگی بر الله در مقابله در میدان نمی آیند. امی کارشان است و همیشه پنهان پنهان مجلس ها میکنه. الله تبارک و تعالی رد میکنه که ای مردم به کدام وجه شما پنهان مجلس ها میکنی؟ الله شما را نمیبینه؟ چطور شده میتونه که تو بری مجلس علیه دعوت دین مجلس جور بکنی؟ الله تو را نمیبینه. امروز در مقابل نشر اشاعت عقیده توحید الله، در مقابل ترجمه قرآن کریم، مردم مجلس و میتینگ میکنه که چی رقم ایره مانع شویم، چی رقم بند کنیم، چی رقم دسیسه بسازیم، یک راه را جور کنیم که یارا متهم به گپ بسازیم. اینمی میتینگ است. دوم طرف مؤمنا را در غم انداختن. چرا؟ به خاطر که میدیدن حالات خراب بود، حالات ناگوار بود. وقتی میدیدن مؤمنا که هر روز مجلس است، شوراست، مؤمنا خفه میشدن که البته علیه ما کدام تصمیمی خیلی قوی میگیرن. الله تبارک و تعالی بیان میکنه. الم تر، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام یا شنونده، ان الله که یقینا الله تبارک و تعالی یعلم میدانه ما آن چیزی را فی السماوات و ما فی الارض که در آسمان هاست و آن چیزی که در زمین است. یهود و منافقین در مدینه منوره گوشکانی میکردن، بسیار شریر بودن امی یهود. رقم یعنی اینطور کار انجام میداد که حتما مؤمن واقعی خفه شوه او دلش درد بکنه. حالی همینطور است در مقابل موحدین که امی مبتدعین یک جای میشه، امی که ببینه تا چشمک میکنه که هموست اشپیلاق میکنه، باز اینطور میکنه، اشاره میکنه. همینطور است یا نیست؟ او گوی نبامه این خود پسپسک به تو سعی میکنه پسپسک کده رایسته، به خاطری که تو را در غم بندازه. الله میفرماید که کلش به الله معلوم است. ما یکون من نجوا ثلاثه، نیست کدام بیانی رازه که مردم میکنن نجوا، گپی خود پنهان گفتن. نیست من نجوا، بیان کردنی رازها، ثلاثه از 3 نفر، الا هو رابعهم، مگر الله چهارمیش است. هر گپی که تو میزنی الله قطعت است. ولا 5 نه 5 نفر الا هو سادسهم، مگر الله ششم است. ولا ادنا، نیست کم من ذالک از عدد، ولا اکثر نزیات از عدد، الا هو معهم، مگر الله امرایشان است. اینجا مراد از معیت علم و قدرت است. الله سری عرش است لیکن به علم قدرت خود قطعی توسته، هیچ چیز از الله پوشیده نیست. خب اینما کانو، هر جایی که مردم باشه، ثم ینبئهم، بله در دنیا خواهر چی کدن الله میگه باز خبر میده الله یا رب ما به آن چیزی که عملو انجام دادن. یوم القیامت، در روز قیامت برشان خبر میده چی میکرده، مشورهتان برای چی بود، چی هدف داشته. ما پیشم براتان گفته بودم اگر کسایی در مقابل ما به این نیت که واقعا منظورشان خدمت دین باشه، منظورشان نیتشان خدمت دین باشه، این حسد نداشته باشه، عناد و ضد و تعصب نداشته باشه، به می رقم اگر در مقابل ما مشوره میکنه نوش جانش، من دعا برش میکنم که غیرت سری دین خود میکنه. خب لیکن اگر دین مقصدت نیست، منظور دیگه عناد و تعصب و ضد است، باز دیگه تو از الله کی خلاص شده میتونی؟ چرا این عقیده را نداری که الله کدام ذات است؟ ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی بكل شیء علیم، به تمام چیزا علم داره. همه چیز نیت، اراده، تصمیم، کار، روزگاری مکمل الله میدانه. تا که خدا پٹ کنی. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، این مردما چقدر بدبخت هستند. قرآن منع کرد که نجوا نشوه، لیکن بعضی مردم شروع میکنه، باز همون نجوا را میکنه، با ضد تو همون کار را میکنه. ضد تو را میفهمی؟ ضد تو یک تا از دوستا میای باز در پالویت استاد میشه، باز یک دفعه خدا خب معرفی کرده که من موحد هستم، باز رفع الیدین نمیکنه، باز آمینه به جهر نمیگه، در ضد تو که تو خفه شوی این کارا را میکنه. حالا هم همینطور مردم ها هستن
برادر هر عملی نیکی میکنی برای کی میکنی؟ برای خود میکنی، برای ما خود نمیکنی. اگر عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و به خاطر ما میکنی هیچ ثواب نداره، هیچ ثواب نداره. چرا؟ عبادت شرط اولش اخلاص است. به خاطر کی باشه؟ بعد به خاطر الله باشه، به خاطر الله هر عمل انجام بده، به این خاطر نه. لیکن خاصیت منافقین و یهودی است برای از اینکه تو غمگین شوی امو کاری را در پیش رویت میکنه که تو بد میبری، که تو را خوش نداری، اونو کار در پیش رویت میکنه. الم تر الی الذین، 4 آل عمل مفسدین، 4 فساد اینجا الله برای ما بیان میکنه. یکی الله منع کرد که گوشه‌کنی نکنی یا باز گوشه‌کنی شروع میکنه، نعوذ بالله. یا است که مشوره برای کارهای ناجایز میکنه، این 2 فسادش. سوم فسادش است خدا باز از گناه پاک میدانه، میگه ما هیچ گناه نکردیم. چهارمشام نعوذ بالله که در حقوق الله چی است؟ سلام به طریق سنت برات نمیندازه. دموم که سلام میندازه یهود میتونه میکرد. پیغمبر اسلام میامد میگفت السلام علیک، السلام علیک یعنی مرگ سرت باشه، نعوذ بالله. کلمات غلط استعمال میکنه، مقصد غلط میگیره. پشت سر این قرآن برای ما بیان میکنه. الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام یا شنونده به سوی کسانی که نهو منع کرده شدن عن النجوا، از اینکه پټ پنهان مشوره کنن، راز بگویند در بین خود، ثم یعودون، باز میگردن، لما، برای آن چیزی که نهو منع کرده شدن عنه، از او باز انم کار کرده رئیس. و یتناجون بالاثم، یا مناجی میشن، پنهان میشه، یک طرف میشه، بالاثم، به گناه کردن. اینجا مراد اسم در حق الله تبارک و تعالی تجاوز کردن، مثل شرک و نعوذ بالله دروغی گپارا میگه. والعدوان، او یا مشوره پټ مشوره میکنن در بین خود به عدوان، یعنی حقوق بنده ها را که به حقوق بنده ها تعلق داره تجاوز میکنن. مثل چی واره؟ ظلم میکنه، منصوبی ظلم چی میکنن؟ طرح میکنن. و هم چنان تهمت میلگانن، غیبت میکنن، نعوذ بالله، غصب میکنن مال کسی را، و معصیت الرسول، در خلاف بخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی نافرمانی پیغمبر علیه السلام، یا ما بین خود مشوره میکنه پنهان. معصیت رسول یعنی از راه پیغمبر، از طریقه پیغمبر تلاش میکنه چی رقم بکنیم. در حق پیغمبر که هر چیز تعلق داشته باشه او را معصیت رسول میگه. اگه او بیادبی پیغمبر باشه، اگه او رسم و رواجا را رونق میده در مقابل سنت رسول الله، این گپالی خیلی زیاد است. مرده شده، مدیرای شیطان وقت خود در مرده‌دار رسانده، تو برش میگی که طریقه سنتی نیست، او را سعی میکنی که او را وادار کده با چی انجام دادن رسومات. این همی مردم است که قرآن میگه که و یتناجون بالاثم والعدوان. این مردم فقط پټ نشستنشان برای اینمی است که گناه بکنن، حق مردم تلف بکنن، او چی نافرمانی پیغمبره. در این کار، در اینمی کار ارسیش است، گناه میکنه، یعنی حق الله را، حق الله در مقابل یتیم گفته که مالش خورده نشه، ولی که نمی مردم میره مال یتیم چی می حق سر تجاوز میکنه، اون مال یتیم خود میخوره. او معصیت رسول به خاطر که به طریقه پیغمبر همی خیرات نمیکنه. خیرات پیغمبر امر کرده، الله امر کرده، لیکن به این کیفیت نه که ما و تو و فلان جمع شویم او اونجا لقمه زده بریم و نامشام خیرات بگذاریم. این میمانی است. میمانی و خیرات با هم فرق میشه. خیرات تو نمو کسی چیزی است که به مستحق داده میشه، واقعا حق داره. و اذا جاءوك حيوك، وقتی که میاد پیش تو، اینی علامات از یاست، نعوذ بالله. وقتی که میاد برای تو حيوك، یا تحیت پیش میکنن، سوغات پیش میکنن، بما به او طریقه لم یحییک به الله، که تعلیم نداده الله تبارک و تعالی به او طریقه. السلام علیک میگه پیغمبر علیه السلام، میگفت علیک. عایشه رضی الله عنها میگه که یا رسول الله چرا ما را جواب دادی و علیک؟ و خو اینطور گفتن السلام علیک. گفت من برش گفتم دیگه و علیک، بالای تو باشه و علیک. و این سیکو در سلام خودم نعوذ بالله. منظورشان چیست؟ بیادبی پیغمبر گناه نمیشماره، خدا خوش میکنه که برو کاری خدا کردیم، اینجا فکرتان باشه. اینجا 2 گناه کردن، یک گناه نعوذ بالله که همون کلمات غلط استعمال کردن، دوم گناه یکی با طریق استهزاء کی پیغمبر نمیفهمه، ما که هر چی سرش میکنیم. این پیغمبر نعوذ بالله مردم که میگه لولوس هیچ نمیفهمه، در مقابل پیغمبری تو سخنا را میگفت.
آدم در مقابل حق پرستا همچنان کارا را مردم میکنه. باز میگه کاری خود سرش اجرا کردم دیگه هر چی که میشه اطوری نباشه. و یقولون فی انفسهم، میگوین یعنی ای بیادبی را گناه نمیدانه. چی میگن؟ میگوین فی انفسهم، در دلای خود میگه لولا یعذبنا الله، اگر ما گناه کردیم پس چرا ما را الله عذاب نمیده بما نقول، به او گفتارایی که به او گفتارای سختی که ما میگیم. امروز هم مردم هم میتونه استدلال میکنه ما خود بسیار بدی از او را بیان کردیم، اگر یا حق باشه چرا الله ما را عذاب نمیده؟ الله جواب میگه که عذاب خود جهنم است. در دنیا الله براتان اختیار داده که تو باش امتحان کرده شوی که کدام امر میپذیری نمیپذیری، کدام بنده هوا و هوس است یا از فرامین الله است. حسبهم جهنم، و کافیس برشان، بس است برشان جهنم، یصلونها که داخل میشه در جهنم، فبئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است می جهنم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اشاره میکنه تقاضای ایمان انجام دادن اعمال بعدی نیست. ایمان تقاضا میکنه که کارا را انجام نده. کدام کارا را؟ اذا تناجیتم، زمانی که شما گوشه میشه، یعنی چیستا دو نفر یک جا میشه، فلا تتناجوا بالاثم، شما تناجی پت گپ زدن، شک شک در اصطلاح عوامکی ما شکشکک کردن، گوشکانی کردن. پس شما گوشکانی نکنه، شکشکک نکنه، بالاثم، به گناه، و العدوان، به تجاوز، و معصیت الرسول، به نافرمانی طریقه پیغمبر، سنت پیغمبر. چی کنیم خیر؟ و تناجوا بالبر و التقوی، شما پنهان مشوره کنه بالبر، به انجام دادن کارهای نیک که در شریعت اسلامی در مورد از او فرمان موجود باشه. بر امور میگه که در قرآن و حدیث ثابت شده باشه. و التقوی، در مورد او اعمالی که ذریعه تقوی میشه، ذریعه وقایه مردم میشه، دین اسلام میشه، در اون طور مورد ما بین خود مشوره کنه و پرت سخن بگویه. چرا؟ بعضی اموری پیشرفت و ترقی اسلام بدون مشوره پنهانی نمیشه، علنی گفتن نمیتانی. از همون خاطر است که ما مکلف بایستیم که در مورد ترقی و پیشرفت دین خود چی کارایی را انجام بدیم، چی اقدامی بکنیم. مثلا امی عقیده مهمترین چیز است در زندگی کل مردم ما. چه قسم میتونیم این عقیده را به کدام دستور، به کدام سیستم ایرا اشاعت بدیم؟ والا فلانی خیلی زد است، خیر است توی بیگاه میمانی جور کو، امون نفر طلب بکو، مم ناگهان میایم، باز اونجا سوالا را شروع کو. چرا که او در حق تو بسیار بدگمانی ها داره، نمیفهمه، دلایل نشونیده. میمانم او کرده ای، آلی تو سوالا را برش پیش کو که گفته شوه بالکل، باز یک دفعه مغزش اعلا میشه. الحمدلله اینطوری موارد ما بسیار داریم. اینطور مردمای زد که بیخی برای ما دو دشنام داده، وقتی در مجلس آمده گپا را شنیده دیگه عذرخواهی خود پیش کرده که معاف کن مرا که ما در حق تو ظلم کرده. چرا که اینی گپا را گفته. اینی را میگه مشوره کردن پنهان. راه پیشرفت دینتانه به کدام سیستم پیش میبریم؟ رازی تا به کسی افشا نکو. در این مورد الله ما را نمیگیره. چرا؟ به خاطری که دین ترقی پیدا بکنه به اونمون نظمی که از همون خاطر در مورد آن چیزی که عمل برست، یعنی عمل نیک است، او بل عمل تقوا است که مردم وقایه میکنه، یا سبب میشه به این که مردم سر دین عمل میکنه و خود نگاه میکنه از مخالفت طریقه های پیغمبر و از عذاب الله. دو مورد پنهان سخن کردن بسیار خوب گپ است. واتقوا الله الذی، چرا پنهان سخن کردن؟ اگر چند نفری معتمد باشه که هم فکر است، البته فکرتان باشه، قطعی کسی که معامله میکنه دو نظره نباشه که دلت در یک جای باشه و زبان در دیگر جای باشه. این را یاد داشته باشه. پیش الله چقدر آیاتای تاکید کرد که برای من خود دوست معرفی کردی، امو رقم بعد دوست باشی، باز بدگمانی ها نباشه. چرا؟ یک دوست سری دیگه دوست اعتماد میکنن، نشوه که انجامی از او را در پولی چرخی بکشانی. اینطوری گپا را نکن، باز از تو کده منافقی درجه اول دیگه نیست. چرا؟ به خاطری که او سرت اعتماد به دین کرده او تو نعوذ بالله خیانت به دین در مقابلش میکنی، باز دیگه چی باقی ماند؟ از همون خاطر یک تعداد برادران خواهرها زمانی که محبت میکنی به خاطر رضای الله، نکشانه این محبتتان به بدگمانی ها، نعوذ بالله که اینی اینطور است، اینی اینطور است. این گپا را نکنی.
منظورتان اگر واقعا خدمت دین است، باز دیگه دو دلگی دو پیدا نشوه. اینطور نشوه که تو باز نعوذ بالله از این چیستا غلط استفاده بکنی و یک دوست خدا شرمنده و رسوا بسازی. اتقوا الله الذی الیه تحشرون. این اسلوب قرآن کریم است. در دنیا که کدام قانون مانده میشه و بعد از این مردم مکلف به پابندی و اجرای از او میکنه، پشت سرش جریمه را میمانه، بند میمانه، در زندان انداختنه، پلیس مقرر میکنه که تا مردم قوانین رعایت بکنه. در نظام مقدس اسلامی گپا نیست. نه ضرورت به پلیس است و نه ضرورت به جریمه و تهدید است. قرآن برات در یک کلمه میگه واتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسید. چرا؟ این اموری است که به نیت تعلق داره، پنهان انجام داده میشه. ما سری تو اعتماد کردیم، خب ریشی خوب داری، نمازی خوب خواندی، ختمه کلی مراسم انجام داده، اعتماد سرت کردیم، او تو نعوذ بالله جاسوسی بگوی یک نفری غرب میبروی دیگه. اینجا الله برات میگه که واتقوا الله، از الله بترس. اگر کسی از حالات خرابت خبر نداره، الله خبر داره. الذی، کدام الله؟ کدام الله؟ الذی، اموزاتی که الیه خاص بسوی از او تحشرون، شما جمع کرده میشه. این کاره که یه مسلمان برای اسلامی تو چقدر اعتماد کرده بود، چقدر تو را دوست پنداشته بود، او تو در مقابلش چی کردی؟ پیش الله رفته نیستی یا نه؟ واقعا کمی تسلی بزرگ است. انما النجوا من الشیطان، یقینا این نجوای مذموم، گپا مشوره کردن پنهان، من الشیطان، از طرف شیطان است. اینجا مشوره کردن مذموم و بد است. چرا؟ به خاطری که نجوایی که خوب باشه او بالکل درست است. پیش ما تیر کرده بودیم او در حدیث مسلم رحمت الله علیه آمده که شما دو نفر گوشکانی نکنید در صورتی که نفر سوم اونجا موجود باشه، که او فکر میکنه در حق ما چیزی گپ میزنه، خصوصا که باز شما هر دو خندم میکنه. چرا که او احساس میکنه که در حق ما این گپا را میزنه. نجوا، مشوره پنهان، این گاهی برای چیستا پیشرفت امور است. امر بالمعروف است، اصلاح در بین مردم است، یا امر به صدقه است. اونجا پیش ما شما تیر کرده بودیم که چیستا لا خیر فی کثیر من نجوا الا من امر بگوی بصدقه و چیستا او معروف و اصلاح بین الناس. اتر نجواها، اتر مجلسای پنهان او بالکل مفید است و ممدوح است و الله امر کرده او ضرورت برش است، خصوصا در بعض اوقات. در شرایط فعلی ما بسیار ضرورت است که مردمای متعهد، امو کسایی که واقعا متزلزل نمیشه، از خونی خود تیر میشه، جانی خود تیر میشه، با رسیدن هدف خود مبارزه میکنه. به این طور مردم بسیار ضرورت است. اگر یک حلقه درس هم شروع میکنه، به همچون مردم ضرورت است که مردم متعهد قطعت باشه، تو را در نصف راه الا نکنه. واقعا این اهمیت بده، امی کاری تو را، امی عمل کردی تو را اهمیت بده. او از همه چیزی خود تیر شوه، وقتی خود بده بر مالی خود مصرف کنه، جانی خود فدا کنه، اونو وقت باز تو میتونی در راه دعوت کامیاب شوی. قرآن امور برای ما میگه. امروز در این گپا خیلی نیاز است، چرا که بی‌اعتمادی فضایش اینقدر زیاد شده، وسیع شده که هیچ کس باور نمیکنی. لیکن الله میگه انما النجوا من الشیطان، پنهان مشوره کردن که او مذموم است، از جانب شیطان است. چرا این کارا را میکنه؟ لیحزن الذین آمنوا، که غمگین بسازه او کسانی را که آمنو، که ایمان آورده. بس هر روز میبینی میتینگ است، ناتو این ترکت، امریکا قطعی، شوروی نشست علیه مسلمانا یک دم که این نیروها با هم یک جا میشه ولا بسیار خطر پیدا میشه. قرآن بر ما دستور میده گاهی که گپا تا بالا میشود مورال شما ضعیف نشود. چرا؟ شما مومن است که عقیده داری. ولیس بضارهم شیئا، نیست ضرر رساننده، زیان رساننده شیئا، هیچ چیزی را، ولو که میتنگاو سازشا میکنه. الحمدلله در مقابل ما رقم اولا بر ما میاد. با دوستای ما زنگ زده میشه موریس بندی شد، الا موریس اینطور شده. بس صدها مرتبه بر ما زنگ زده شده موریس کجاستی؟ من خانه هستم. کجا؟ همین تو تعجب میکنه. خانه گفت اینجا آمدن گفتن که والا دست و پایش بسته کردن، داغ شده بی داغسن برد شد. خب کسی قصه کرد که چیسته؟ دمی افتادن ماز چی؟ میگه اینطور شده که شله شده، هیچ وجودش چی نمانده، بیخی اینطور شده. این مردمای هستن که غمگین میسازه کی را؟ مومن ها را. اما کسی که مومن است او به این حوادث، به این گپا قطعا مورال خود از دست نمیده، همت خود از دست نمیده. هر چیزی که است از جانب کیست؟
الله جل جلاله است. از او خاطر الله میگه ولیس بضارهم، نیست ضرر رساننده یاره شیئا ای چیز الا باذن الله، مگر به حکم و تقدیر کی؟ بس هر چیزی که از جانب الله است دیگه ما خو میپذیریم، هر رقم کی باشه. وعلى الله آلیخو وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. چی دستوری بزرگ است. بله بعضی اوقات انسان بسیار مایوس میبینه خدا، تنها میباشی، مردما رقم مذاق میکنه، خنده میکنه سرت، مشوره میکنه، دسیسه میکنه، تو ایران مانده ای چی کنم؟ قرآن چقدر برای ما دروازه امید باز میکنه. چی میگه؟ وعلى الله خاص، بالای الله تبارک و تعالی فلیتوکل المؤمنون، باید اعتماد بکنه کسی که ایمان داره. تقاضای ایمان است که اعتمادت سری کی باشه؟ سری الله. بله تدابیری ظاهری را بگی ایرم الله برات امر کرده، اما اعتماد سرش نکو. مؤثر کیست؟ مؤثر حقیقی الله تبارک و تعالی است. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، آلی از ادب از مجلس فایده غلط کسی نورداره. مشرکین که دیدن، منافقین که دیدن، یهود که دیدن مجلس پیغمبر علیه السلام بسیار تاثیرگذار بود او خیر و منفعت از خیلی زیاد بود. چرا؟ هر لحظه مجلس پیغمبر واقعا که طلا بود. طلا کسی که میدانست امی دشمنای اسلام، امی منافقین و یهود نمیخواستن امی لحظات مجلس پیغمبر مفید تمام شود. از او خاطر می آمدن در پیش پیغمبر علیه السلام سوالای دور ناحق میکردن، او گپای دیگره تا که پیغمبر مصروف بسازه. ام موقع برای پورا کردن ضرورت و سوال صحابه پیدا نشوه، ام وقت کی را پیغمبر ازای کنه و هم در سر برای پیغمبر شوه. امروز هم همینطور منافقین وجود داره، کسایی را که میفهمه که اینیا خیلی مهم هستند، هر لحظه شان بسیار اهمیت داره و دیگه در سوالای غلط تو را چی میسازه؟ مصروف میسازه. برای من اینطور تلفونا میاد، ما اکثر چی نمیکنم، جواب نمیگم. مسلکی سوال کنه مادر موسی علیه السلام چی نام داشت؟ آیا آدم علیه السلام اولادش چیست؟ چند اولاد آورده بود؟ در چند شکم چند اولاد آورده؟ چی کنیم شد؟ برای ما دیگه گپا چیست؟ از مسائل ضروری دین شما پرسان کنه. این سوالا را گاهی جواب نگوه قطعا، ولو که جواب یادم داشته باشه. ضرورت دینی نیست خود دایی مصروف نسازه. باز این طور است با 10 مرتبه نه که با 100 مرتبه برای ما پرزه رسیده که چیست؟ یک چیز است که از روز کده سفید است و شو کده تاریک است و که ما چون مرد چند دفعه استعمال میکنه و زن چند دفعه است در قرآن ذکر است. چی کنیم شد؟ ما با این ننشستیم که معماها را جواب گفته رای بدیم، مردم بیکار باشیم فقط تمام روز چرت بزنیم که معمای تو را چیستان چیست. ما مردم چیستان چیست نیست. من تعجب میکنم که همین برادرای ما برای ما در تلفن زنگ میزنه، پیام روان میکنه و از این سوال میکنه، همین قدر نمیدانه که چیستان چیست. ما چی کنیم؟ این برای ما چه منفعت داره؟ چی گپ است در این مورد؟ این ضیاع وقت است، ما را نمیگذاره که خدمت بکنیم. از همون خاطر برای ما این قدر پیشنهاد مناظره میشه که پرسان نکن. هر جایی که برادری ما قطعی کسی نظام میکنه دیستی باز وقت برش آماده شده که بله مناظره میکنیم، پس زنگ میزنه که اینم فلانی برات قطعی مناظره میکنه. اینطور نکنی شما که در هر جای مخالفت پیدا کنی مناظره برای خود شرایط داره. بگو واقعا مناظره میکنی یا نه؟ مناظره اینطور نیست که 2 نفر بشینه به سطح حکومت رسمی در تلویزیون نفری ثالث موجود باشه، بعد از او شرایط گذاشته شوه که هر کس باید امو خط مشی را تعقیب باید بکنه. اینطور نشوه. به هر کس، اگر کس مدرسه را خوانده اگر نخواندم در مناظره تیار است. مولوی صاحب در قطعی میشین یا نه؟ هر کس قابل مناظره نیست. کسی که دلیل داره یا کمی توان مناظره را داره اینی گپا را بکنه. منظوری از او چیسته؟ این گپا را به این خاطر میگه که یارا در تشویش بندازه، تو را مصروف بسازه به او گپ، از خدمت تو را چی میکنه؟ بگوی منصرف میکنه. در مورد پیغمبر علیه السلام متنوع تصمیمات در این مورد گرفته شده بود. الله تبارک و تعالی عالی برای ما بیان میکنه آداب مجلس. یکی از جمله آداب مجلس تو خو شیخ عبدالکریم صاحب مکی در روزی که در کابل آمدیم که ترجمه قرآن شروع کردیم، یک ترجمه از این خالی نیست. امیال یک نفر پیدا شد او اینجا بیا مسجد جای نمیشه. شیخ صاحب عبدالکریم بگیم که شیخ صاحب اگر تو بیرون بری عالی نپونده که قاشای شینی تو انداخته شد که مرا چرا گفت که بیرون برای نه،
تو خود صدها مرتبه ترجمه را شنیدی، گپا را میدانی. بان که یک برادر مسلمان دیگه ما با تاسف که اینمی ادب خصوصا در برادرای موحد ما وجود نداره. از مسجد ما گرفته تا آخری را و این را شکایت میکنم. بچه خورده میبینی که در صف همینطور استاد است. و برادر خود نفری کلان پشتی سر آمد سایسته که صف تو استاده شده میتونی، اما احترام کلان در حدیث است. اینجا ثواب ترک میکنی برای ثواب. این هم ثواب برات نیت کرده بودی، اراده کرده بودی، الله برات ثواب میده. باز عزتمندی را تو که دیگه کس جای میدی برای جای خود، برای چی میدی؟ که پیغمبر امر کرده من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کلان عزت کو. میمانه کسی که معلوماتی زیاد نداره تو مجلس باید جای بده. از این آیت قرآن معلوم میشه که صحابه چقدر محبت و میل و رغبت در مجلس پیغمبر داشت. مجلس پیغمبری تو رادی نبود، پر بود همیشه. از همون خاطر نفر که از بیرون می آمد جای پیدا نمیشد. الله مجلس های ما و شما را همون رقم بسازه. پیغمبر علیه السلام آلی مجبور بود که به کسی بگوید که تو بخیز، آلی دیگه پوندیدن نباشه. الله دروازه که از او کینه پیدا میشه، عداوت پیدا میشه، خفگان پیدا میشه، او دروازه ها را بند کرد. به صاحب مجلس، به رئیس مجلس اجازه داد که کسی را امر بخیستن بکنی باید بخیزه. نه تنها پیغمبر علیه السلام خوش شخصیتی است که اگر تو را میگه نماز بخوان نماز بخوان، جهاد برو، هر امری که میکنه، چون که پیغمبر از نفس خود نمیکنه، از امو خاطر چیسته همه گپایش پذیرفته میشه. پیش تیر کردیم زینب رضی الله عنها نمیخواست نکاح با زید رضی الله عنه کنه. چرا؟ او نامی غلام آزاد شده سرش برش گفته میشد و مقام و منزلت قومیت از او تقاضا میکرد که بسیار چیسته بلند است مقامش. لیکن وقتی که گفت که پیغمبر علیه السلام امر کرده، باز دیگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه بگوی چیسته نیست برای مرد مؤمن و زن مؤمن ان یکون لهم الخیاره، که برای ازوا اختیار باشه. بعد از اینکه کیسته امر الله و رسول شوه، بعد از او باز اختیار نیست. در مجلس پیغمبر علیه السلام این گپا بسیار واقع میشد. مجلس های ما و شما ما خوب و پیمانه رسیده نمیتونیم، نه مجلس های ما پر است، خو نه ادب مجلس امیر رعایت میکنه. یک آدم میمان میاد، بعضی مردم ها هر کسی که بیگانه دیدی به کمال محبت السلام علیکم و رحمت الله، لااقل یک مصافحه خیلی خوب، چقدر خوب. تاسف در اینجاست که ما یک تعداد حتی خواهرای ما، کسایی که عمر قط ما تیر کرده و بجای از اینکه دیگار یک کمی نوازش بده، استقبال کنه، از ترحم و محبت کار بگیره، که یا کسانی هستند که تعالی را از اینمی نعمتهای بزرگ محروم بود او را جا بده، دیگه هم سرش خود بسازه که ما چیستم سابقه دار هستم. اینطوری گپ نباشه. دین اینمی را بر ما یاد میده. ما باید دلسوز باشیم به خاطر دین خود، به خاطر رضای الله. سری هر کس دلسوزی به کار است، ترحم به کار است. این آداب مجلس است ولی بسیار مهم است، بسیار مهم است. یک آدم بیگانه بیا که شما را ببینه جای برش نده، او بر خدا پیش میکنه، تو خدا قید کرده رویستی. نه، او میگه که او برادر این مجلس قرآن است یا خودش ادب یاد نگرفته، ما چی یاد بگیرم؟ برو بقی بدر برو. چقدر آداب مهم است و برای ما و شما ضرور است. این آداب باید همیشه مراعات کنیم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اشاره میکنه که اما اموری که ما بعد میاد تقاضای ایمان است. اذا قیل لکم، وقتی که براتون گفته میشه تفسحوا فی المجالس، تفسحوا فراخ بشینه. فراخی نه که چهار تخته بشی دیگه، نه، خدا جمع کو که جای زیاد نگیری. فی المجالس، در مجلس ها. اینجا مراد از مجلس عام مجلس است، مجلس وعظ و تقریر است، ترجمه قرآن کریم است، مجلس خطبه جمعه است، مشوره است، مجلس مشوره است. عالی. فافسحوا یفسح الله لکم، فراخی بیاره شما در مجلستان، تنگ نظری نکنه که جای کلان بگیری به دیگه کس موقع نمیدی. یفسح الله لکم، فراخی میاره الله تبارک و تعالی لکم، برای شما. در کدام جای قید الله نمونده. معلوم میشه الله برات فراخی میاره، هم در دنیا هم در آخرت. طالب العلم استی، شاگرد استی، دیگه کس آمد حالی در درس میشینه، خب موقع و جای برش بده. بلکه پسان که از تو سوال میکنه که اینی قدر درس از ما تیر شده، امی در چی رقم است، تو باید برش بگویی. الله در علمت وسعت میاره. تنگ نظر نباش، بخیل نباش. الله برات نصیب کرده، او بری تو محتاج شده،
امور رقم که الله قطت احسان کرده تو قطی مردم احسان بکن، تو امرای مردم احسان بکن. قرآن همینطور میگه چقدر پاداش بزرگ است. الله قید نمان یفسح الله لکم، الله فراخی میاره برای شما، ام در دنیا و ام در آخرت. در تمام امور اینمیطور حالت به خود اختیار کن. و اذا قیل انشزوا، وقتی که گفته میشه بخیزه، فانشزوا بخیزه، یرفع الله الذین آمنوا منکم، بلند کرده الله تبارک و تعالی و کسانی را که ایمان آورده منکم از شما، والذین اوتوا العلم، دو توجیه است. یک توجیهش والذین بلند کرده مرتبه و کسانی را اوتوا العلم که داده شده برشان علم. چی بلند کرده؟ درجات، مراتب. یعنی مطلقی ایمان خود تقاضا میکنه که با یک قابل احترام اکرام عزت است، باز خصوصا که کسی را الله علم داده. اشاره به این میکنه که در مجلس مردم تفاوت داره، اینطور نیست عالم قطعی دیگه کس برابر نکو. اینجا از او خاطر ابن کثیر رحمت الله علیه و مفسرین همیش نوشته میکنه که بسیار امتیاز بزرگ برای علماست. چرا که الله تبارک و تعالی در مورد علما مستقل بیان میکنه که برای کسایی که علم داده شده درجات است. خب مراد از علم در قرآن چیست؟ بگویه مراد از علم در قرآن که خشیت الله در قلبت باشه، مسئولیت خود ادا میکنی در برابر دینت، که در برابر دینت مسئولیت ادا میکنی ولو که قواعد و صرف و نحو را یاد نداری، عقیده توحید یاد داری، محبت قطعی سنت رسول الله داری و در مسئولیت تا در این اردو مورد ادا میکنی، در جمله عالم هستی. این نیست که شهادت نامه رسمی دولتی داشته باشی، خود ساختگی یعنی که دولت داده. عالم به اصطلاح قرآن کسانی هستند، پیش ما و شما تیر کردیم این چیز نه، انما یخشى الله من عباده العلماء. کسی که خشیت الله در قلبش است اونو را قرآن عالم میگه. خشیت الله، خشیت اللهی که مفضی شوه منجر شوه به ادای مسئولیت، به احترامی کسایی که سرش حق داره، در اون مورد احساس داشته باشه. یک ترجمه است. دوم ترجمه یرفع الله الذین آمنوا منکم، بلند میکنه الله کسانی که ایمان آورده از شما، والذین، کسانی که اوتوا العلم، علم برش داده شده، یعنی همراه ایمان علم که برش داده شده او را الله بلند کرده درجات در مرتبه ها. از امو خاطر در مجلس موقعیت عالم و غیر عالم باید بشناسی که در کجا باشه، عالم در کجا باشه، غیر عالم. نه تنها عالم، هر کس که یک موقف داره، ریش سفید است، کلان است، کلان قوم است، قابل احترام است، هر کس برای خود موقعیت داره. یعنی اهل مجلس باید تو فرق بکنی، بدانی که جای ازی کجاست. یک ریش سفید میایه او در دروازه میشانیشه، یک آدم دیگه لوچک پوچک میایه این اینجا اعزاز داده رو ایستیده اینجا. این کار باید نکنی. از روحیات مردم، از موقف مردم باید بفهمی که فلانی آدم در کدام مقام چیسته جای نشستش است. یک در اینجا وقتی که براتان گفته شوه بخیزی، این خیستن عام است. اگر برای نماز امر میکنه، البته این در صورتی که پیغمبر علیه السلام باشه، با جهاد امر میکنه، دیگه امرا هم امرش قابل الاجراست تا وقتی که امر به معصیت نکرده باشه. دان چیزی که نافرمانی الله و رسول میشه و طوری امر نکرده باشه، این جمع امیری خدا، کسی که خدا کلان تراشیده، چی کلان جور کرده، تو برش احترام قائل استی، کلان ساخته ایشه، اونجا باز امرش اطاعت میکنی. پدر در خانواده کلان است، یک معلم در مکتب کلان است، یک سرمعلم در مکتب کلان است، در هر جای اینمی کلان مقامش باید بشناسی. کدام امری که میکنه تا وقتی که به معصیت امر نکرده که خلاف شرع میه، امرش میپذیری او اجرا میکنی. او اینجا خو مجلس پیغمبر علیه السلام است. مردم جدید میه برای فراگیری ایمان، برای فراگیری عقیده، علم. آل دیگه تو سابقه دار هستی، تو را که امر میکنه دلت خفه نکنی، همینطور خب به گشادگی بخیز. چرا؟ اطاعت پیغمبر عبادت است. چی است بگه؟ در حقیقت پیغمبر تو را به عبادت امر میکنه. از امو خاطر تو باید خسته نشوی. او چقدر که مفید است. چرا کسی دیگری بیا که تو احترام کردی او را و او هم از مسائل دین مستفید شوه، چقدر عظیم اجر است. این را میگه آداب مجالس. بلکه در حدیث آمده که یک نفر از جایش بخیزانی او تو بیایی باز بشینی در جایش، ایرم پیغمبر منع کرده. بعضی مردم ها بسیار وقیست، میاد تو را میخیزانه او چیستا خود میشینه. این طور کار خودی آدم نکنه. یک آدم که جا برد اعلام میکنه، این بسیار
ام قابل احترام است، ام کار درست است. خب کسی را نمیخیزانی. اگر تو خوش داری، خصوصا در روزای جمعه مثلا دیتور جایا خودش میان وقت او میخیزانه مردم دیگر از پیش روی، تو کی قدر محبت به جمعه داری اول بیا، اول امی صفه بری خود بگی یکی برات احترام میکنه، این کاری علیده است. یکی دیگه در حدیث ایام آمده که کسی در یک جای نشسته برای بیرون و اراده پس آمدن نداره. یک آدم دستمال خود می جمان بیرون برآمد، تو حالی جایش نگی، او میفهمی که او پس میاد او را اشغال کرده حقش است، او را باید بگذاری جایش نگیری آلی ببینی. از امو خاطر است در کدام جایی که در روز اول مثلا در مکتب در جای اعلان میکنه صاحب مکتب در روز اول هر کس که اول آمد اونمو جایش تا آخر شد، بس تا آخر شد، اینمی جای شد دیگه. البته این حکم به طریق عام باید نکنه، چرا انصاف ایره میگه که هر کس شماست، شما در ترجمه قرآن می هر کس که اول آمد اونمو جای اول از او است. نگویا که من دین روز نشسته بودم امروز دو زحمت کده از تو کده. در مسجد در صف هم میطور است، یک کسی هم پشت سری مولای امام محکم گرفته می باشه، اگر خودش مردمای دیگه هم که میاد اینقدر بی‌رغبتی و بی‌میلی است. شما باور به الله بکنید در مسجد ها دیگه نفرا وقت میاد واسه میکنی که همون یک جای خاص کرده ولی خود دموشینگ میره دوشینگ خاص کرده همونجا. و برادر پشت سر امام برو محکم کو که ثوابش زیادتر است، بعد از او طرف راست بعد از او طرف چپ همینطور به ترتیب میره. لیکن مردم به ثواب اینقدر چی نداره، رغبت و میل نداره. بس قطعی کسی مسابقه هم در این موارد نمیکنه. خیر الله رحم بکنه. والله بما تعملون خبیر، الله به آن چیزی که شما انجام میده خب خبردار است. کی را عزت میده؟ البته عالم از حیثیت علم تو عزت دادی احترام کردی، نه از حیثیت مال و گپا. معلوم شد که در اینجا قرآن کریم امتیاز فقط برای علم داده، لیکن امروز امتیاز به اعتبار چی هست؟ مال دارایی داشته باشه. باز دیگه حاجی صاحب گفته و ملک صاحب گفته آینده موسر مولایی را هم در اونجا نشانده می باشه که او را شانده، اینی کارا را میکنه. خیر الله تبارک و تعالی کلش والله بما تعملون خبیر است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اذا ناجیتم الرسول، منافقین وقتی پیغمبر علیه السلام از ضایع میکردن آلی به خاطر ازی که امی وقتی پیغمبر ضایع نشوه الله تبارک و تعالی حکم روان کرد که قبل از مجلس پیغمبر کسی که مجلس با پیغمبر میکنه باید صدقه بده. این صدقه دادن از یک طرف منافقین منع کرد، منافق کی نه مجلس پیغمبر خوش داشت نه خرج کردن مال خدا. خو از طرف دیگه در خرج کردن مال اینجا فایده فقرام شد، ثواب برای اینمی کسایی هستند که در مجلس پیغمبر میآید. دوم محبت صحابه را با پیغمبر دیگه اضافه میکنه. چرا؟ کسی که محبت پیغمبر داره از مال خود چی است؟ تیر است. از او خاطر الله حکم روان کرد، اما صریح حکم عمل نشد. در بعضی روایت ها آمده که علی رضی الله عنه اول کسی است که تنها صریح حکم تنها علی رضی الله عنه عمل کرده، لیکن اون حدیث ضعیف است. او ما بعد آیت خودش میگه الله تبارک و تعالی میفرما که شما این را عمل نکردی. چیسته پشت سر بر ما میگه اشفقت من تقدم بین یدی چیسته نجواکم صدقات. معلوم شد که اینجا عمل نشده. قطعیت قرآن و حدیث در تکر میشه. نه علی رضی الله عنه بله در حدیث ثابت است که مشوره به پیغمبر داده بود، این ثابت است. بعد از آمدن این حکم به پیغمبر مشوره داد که یا رسول الله صحابه مالدار نیستند، او بیچاره او میخواد که در مجلس تو خیلی زیاد بیا، این خو یک بندی بزرگ برای چیسته برای صحبت صحابه امرای تو شد. از او خاطر بود که آیت دیگه پشت سرش آمده. از همون خاطر بعضی مفسرین آیت دیگه را ناسخ میدانه و بعضی میگه نه این نسخ نیست. بعضی آیت دوم تشریع میدانه، میگه آیت دوم تشریع زیرا کرد که حکم سابقه واجبی نبود مستحب بود. او بعضی میگه نه تشریع نیست تخفیف است، تخفیف ده حکم تخفیف آمده. این قول راجح است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اذا ناجیتم الرسول، زمانی که شما خلوت میکنی پنهان سخن میگید مجلس میکنی امرای پیغمبر علیه السلام، فقدموا پیش بفرسته بین یدی نجواکم پیش از ملاقاتتان مجلستان مجلس پنهانیتان صدقه ذالک خیر لکم، این بهتر است برای شما. چرا؟
واسطه و ذریعه شد برای حاصل شدن ثواب برایتان. و یکی ذریعه پاک شدن گناه هم است و اطهر، خیلی پاک کننده است گناه شما را، گناه ها پاک میشه. فإن لم تجدوا، اگر نیافتی شما صدقه را، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله مهربان ذات است، رحم کننده است. ولی این امر واجبی نیست. چرا؟ این پشتی سر میگه اشفقتم ان تقدموا، شما ترسیدی که پیش بفرستی بین یدی نجواکم، پیش از نجواکم ملاقاتتان با پیغمبر، صدقات از صدقه ترسیده. منافقین ترسید که مالمو ترزایه میشه او در بدر میشیم. مسلمان ها در این خوف افتادن که ما خوی قمال نداریم، هر دفعه صحبت پیغمبر تمنا و آرزوی ماست، ما خو بیخی باز محروم میشیم. اینقدر مال از کجا کنیم؟ هر دفعه ما میخوایم صحبت با پیغمبر کنیم او مال وجود نداره. اگر ما مال نداشته باشیم شاید از صحبت پیغمبر محروم شویم، او کمال بدبختی ماست. این را اشفاق میگه، این ترسیده نکردن. فاذ لم تفعلوا، این آیت دلیل شد. فاذ لم تفعلوا، پس که شما انجام ندادید. اگر میداد ولو که یک نفر میداد انجام، مثل علی رضی الله عنه، الله نمیگفت که فاذ لم تفعلوا، اگر شما انجام نداده، و تاب الله علیکم، رجوع رحمت کرد الله بالای شما. چی رقم رجوع رحمت کرد؟ حکم آسان گردانید. الله گفت که خیر است، یک امر استحبابی است، اگر کسی داره صدقه بده، اگر نداره امری واجبی نیست. الله علی بر ما میگه اگر شما عمل به امر استحبابی کردن نمیتونه، الله شما را نمیگیرم، سخت نمیگیره شما را کی کار بکنه. فاقیم الصلاه، خو شما فرایض انجام بده، قایم کنی نماز، رابطه تان با الله تبارک و تعالی قایم کنی با مو طریقه و نقشه که از پیغمبر علیه السلام منقول است. نماز طوری بخونه که رعایت تمام واجبات، سنن، مستحبات شب کنه، خشوع و خضوع او باشد. و آتوا الزکات، رابطه تان قتی مردم هم قایم کنی، بدهید حصه مقرر از جانب الله در مالتان برای امو مصارف زکات. و اطیعوا الله و رسوله، اصل مطلب بندگی است. و اطیعوا الله، اطاعت یک الله را بکنی، حق عبادت به کسی قائل نشوی، مشکلات و حاجتایتان از کسی دیگری طلب نکنی، این اطاعت الله است. فرامین و دستوراتی که الله براتان میده با پاکی دل، با صدق دل او را انجام بده، اینطور غل و غش در قلبتان پیدا نشه. چرا الله حکم کرده؟ و رسوله، اطاعت پیغمبرتان بکنی، کدام نقشه را که پیغمبر براتان وضع کرده در او زیادت کمی نکنی، امور مکمل عمل کنی. والله خبیر بما تعملون، الله به آن چیزی که شما انجام میده خب خبردار است که عمل چی رقم، به کدام نیت انجام داده، به کدام نقشه. الم تر الی الذین تولوا، دیگه الله بیان میکنه دوستی، تعلق و رابطه جگری را قطع مردمای منافق، قطع مردمای یهود و نصارا، قطع کفار باید برقرار نشوه و را مورد اعتماد قرار نده که دوستی را قطع از یا قایم بکنی به هیچ وجه. چرا؟ و دشمن دیرینه است. اگر تو دوستی را میکنی و دوستی نمیکنه و تلاش دیگه داره. الم تر، تو نمیبینی للذین، بکسانی که تولوا، دوستی کردن، قوما، امرای قومی که غضب الله علیهم، غضب کرد الله بالایشان، که یهود است. قومی بود که اسباب غضب به خود مهیا کرد. قطعی طور مردم دوستی. ما هم منکم، الله میگه نیست ای منافقین یهود منکم از جمع شما، ولا منهم، نیست ای منافقین از جمع یهود هم نیستن. و یحلفون علی الکذب، قسم میاد میکنه به دروغ که ما امرای شماستیم لیکن در حقیقت امرای شما نیست. و هم یعلمون، خب میدانه که اینمی یا امرایتان نیست، یک مانا، یا و هم یعلمون، میدانه که اینمی کارشان بزدلانه است و موجب عذاب است، موجب عزیز است که حیثیتشان ذلیل میکنه، لیکن باز هم کار میکنه. در اینجا قرآن ما را منع میکنه که مشابهت یا دوستی قطعی مردمایی که الله سرش غضب کرده قطعی از وانه کنیم. این دوستی پشتی سر هم میاد در صورت دیگه. 3 طریقه است: پذیرفتن تمام عقیده کفر و شرک از واره، امو چیزایی که او انجام میده او را به دل راضی شدن و او را پذیرفتن، این خب بالکل کفر است. دوم، نه او را به دل نمیپذیری لیکن در ظاهر قطعشان کمک میکنی. در ظاهر کمک کردن اونجا تشریح براتان میکنم. مراسم از او را دیگه رونق میدی، در مجلس شریک میشی،
چیسته امروز روز جشن از واس، میوه ها را تو میاری، میگه خب فروخته میشه، این کار نکنی. و یحلفون علی الکذب، با دروغ قسم میخورن، خب میدانن که یا حقیقت دوستی را قطتان نداره. اعد الله لهم عذابا شدیدا، آماده کرد الله برشان عذاب سخته. انهم یقینا مردم سا خیلی بد است، ما آن چیزی که کانو بودن یعملون انجام میدادن. اتخذوا ایمانهم، چی کارا میکردن؟ اتخذوا ایمانهم، جور کرده بود قسمای خدا جنتن سپر، برای از اینکه شما ایواره تعرض نکنی، آبرو و مالو نفسشان محفوظ باقی بمانه، این را بری خود سپر کرده بود. یا وقتی که مورد ملامتی قرار می گرفتن، زیر شکنجه برابر می شدن، قسم یاد می کردن. فصدوا عن سبیل الله، خدا منع کردن از رفتن در راه الله، یا فصدوا دیگران را منع کردن از راه الله، نگذاشتن که مردم حق بپذیره. قسم ها می خوردن. این قسم خوردن دو قسم بود، یکی برای مؤمنا قسم می خوردن که ما بالکل خیر خواستیم، ما واقعا مؤمن هستیم، یک قسم. دوم قسم خوردن به مردم دیگه بود. قسم می خوردن که نری، قسم بالله که گمراست، قسم بالله که گمراست. مردم هم قسم یا زوره اعتبار می دادن. الله میگه فلهم عذاب مهین، یقینا برای از عذاب است. الله میگه مهین، سبک رسوا کننده. لن تغنی عنهم اموالهم، کلی چاپ امین نیرنگ بازی و منافقتشان برای ازی بود که مال اولاد خود حفظ بکنه، مال اولادشان زیاد باشه. قرآن میگه هیچ کدام به درد نخورد. قرآن بر ما میگه به خاطر مال و اولاد در مورد دین الله کمی و کوتاهی نبیاری، که ولا اینطور است. چرا؟ مال اولاد از تو دفع نمیکنه عذاب الله را. لن تغنی عنهم، دفع نکد از یا اموالهم، مالایشان، ولا اولادهم، نه اولادشان، من الله، از عذاب الله، شیئا چیزی را. چرا؟ اولاد مؤمن نبودن که برای ازی استغفار طلب کنه، طلب هدایت کنه، او مالا را در راه الله مصرف نکرده بودن، بلکه بالمقابل در دشمنی اسلام مصرف کرده بودن. اولئک اصحاب النار، مردم صاحب ملازمین آتش است، هم فیها خالدون، که یاد او همیشه هستند. یوم یبعثهم الله جمیعا، در روزی که بلند میکنه الله کلگی را، تماما، اگر تمام مخلوقه، فیحلفون له، اینمی منافقین اونجام قسما میخوره به حضور الله تبارک و تعالی، کما یحلفون لکم، مثل که قسم در دنیا خورده بودن. چرا؟ و یحسبون، گمان میکنن، انهم علی شیء، که یا با کدام یک امر اعتباری هستن، یا یک کاری اعتباری میکنه، یک کاری که چی داشته باشه، قدر داشته باشه. اینطور فکر میکنه قسمی که در دنیا ما را از مؤمنان نگاه کرد، البته در آخرت از الله نگاه میکنه. الله میگه کجای قسم است؟ یکی. و یحسبون انهم علی شیء، با اینمی منافقت گمان داره که ما به کدام دین معتبر بودیم. دین معتبر نداشتی شما، محض در زبان میگفتی، در عمل هیچ چیز نبود، در قلب هیچ چیز نبود. الا خبردار انهم هم الکاذبون، یقینا مردم دروغگوی هستند. میگن ما این مؤمن هستیم، ایمان نداره، معرفی میکنه خدا دوستی مؤمنا، لیکن در حقیقت دشمنی مؤمن است. امروز هم امی دشمنا اینمی قسم است. استحوذ علیهم الشیطان، غلبه کرده، مسلط شده بالایشان شیطان. فانساهم، پس فراموش گردانیده از ایشان ذکر الله، یادی الله را الله یادشان نمیه. یا مراد از ذکر الله قرآن الله است، که به مواعظ قرآن گوش بگیره، به هدایت قرآن بشینن، بشنون و بعد از او تاثیر بکنه در قلب از یا ورای حق پیدا بکنه. نه، شیطان علی سرش مسلط شده، سر از یا فراموش گردانیده که یا به قرآن گوش بگیره. امروز هم یک تعداد به نام مسلمانی ما را شیطان همین رقم مسلط شده، نمیگذارشه که به قرآن بروه او بشنوه. اولئک حزب الشیطان، یا گروپی شیطان است. حزب امور میگه که از یک گروه به حق و ناحق از او طرفداری میکنی، پرداری میکنی. اولئک حزب الشیطان، مردم ها گروپ شیطان است. چرا؟ تا بیداری از تمام وسوسه های شیطان کرده. الا خبردار ان حزب الشیطان، یقینا گروپ شیطان هم الخاسرون، امی مردمان تاوانسته. چرا؟ شیطان هم خود در بدر کرد، تمام عمر به دشمنی دین تیر کرده. و کسایی که پیروان شیطان است، کلی سرمایه عمرت خدا در خیانت دین تیر کرده، در خرابی دین تیر کرده. از او خاطر اصل تاوانی امی مردم است. ان الذين يحادون الله، یقینا کسانی که مخالفت الله را میکنه و رسول و پیغمبر الله را میکنه، مخالفت الله
نه پذیرفتن احکام الله، تغییر آوردن احکام الله، نعوذ بالله مخالفت رسول، طریقه پیغمبر مخالفت کردن. اولئک مردم فی الاذلین، یا ذلیل ترین مردم هستند. چرا؟ حکم الله را میگذاره، از پیغمبر را میگذاره، تابع آرا و عقول مردم های دیگه میشه، یا نظام قانونی که الله روان کرده از او پیروی نمیکنه، دیگه نظام قانونی ساخته بشر پیروی میکنه، یا ذلیل مردم است. کتب الله لاغلبن، الله میگه نوشته کرده الله در ازل در تقدیر، لاغلبن خام زور استم، انما خودم و رسولی انبیاء علیهم السلام. ما منظور از زور بودن خود اشاره میکنه که من هر وقت زور استم، خب پیغمبرای خود هم غالب میگردانم به طریق دلیل در هر زمانه. دلیل هر پیغمبر زور است، به طریق چیستا عینی که در خارج زور شوه، ای در بعضی اوقات است، در بعضی وقت نیست. ان الله قوی عزیز، یقینا الله قوی زبردست و تواناست، میتونه که سر کل مردم حاکمیت کنه، هیچ کسی چیستا جبران کل گیره بگیره. عزیزون هر اراده را که الله بکنه نافذ شده نیست، شکست ناپذیر است. لا تجد قوم یؤمنون بالله، مدح صحابه کرام الله میکنه، کسانی که ملازمین با مجلس پیغمبر علیه السلام بودن. الله تبارک و تعالی میفرما تو نمیابی یک قومی را یؤمنون بالله که عقیده به الله داشته باشه، و الیوم الاخره، به روز آخرت داشته باشه. چطور نمیابی؟ یوادون که دوستی کنه من امرای کسی که حاد الله، مخالفت الله را میکنه، و رسوله مخالفت پیغمبر را میکنه. هیچ وقتی تو مردم پیدا کردن نمیتونی. ولو کانو، اگر چی باشه در مخالفت، آباءهم پدرانشان، او ابناءهم فرزندانشان، او اخوانهم یا برادرایشان، او عشیرتهم یا خویشاوندان و قوم و قبیلهشان. اولئک مردم کتب فی قلوبهم الایمان، نوشته کرده، مهر کرده، چاپ کرده در قلبشان الله ایمان. از همون خاطر تمام تعلقاتشان به محور ایمان چرخ میخوره. ایمان اگر امرای کسی است دوستیش است، اگر پدرش است که ایمان نداشته باشه قطعش دوستی نمیکنه. و ایدهم بروح منه، و ما کم کرد الله ایمانی از یاره، دیگه مستحکم ساخته، قوت بخشیده، بروح به یک امداد غیبی. امداد غیبی کدام است؟ امداد غیبی که الله تبارک و تعالی دیگه محبت با دین قطع برای از او زیاد میکنه، دیگه محکم میشه. یک ترجمه، راجع ترجمه، آیدهم یاره مستحکم ساخته، پایدار دمی ایمانی خود ساخته که دوستی را به امرای کفار نمیکنه تا که ایمان نداشته باشه. بروح توسط قرآن کریم منه، که از جانب الله آمده، با ترجمه تفسیر قرآن کریم، تعلیم قرآن کریم، ایمانشان دیگه پخته شد، فهمیدن که عالم محور دوستی ما باید کی باشه. ولو که پدر و اولاد و فرزند و هر کس باشه که مؤمن نباشه قطعش دوستی نمیشه. از این آیت معلوم میشه که مجلس پیغمبر علیه السلام مردمان خیلی چی بودن؟ ایمان در قلبشان مکمل. قرآن میگه کتب، نوشته کرده بود، یعنی چاپ کرده بود در قلبشان. و بعد از آمدن قرآن ایمانی از یاد دیگه هم مستحکم شده. از همون خاطر اینطوری که ما واقعاتی را که صحابه در مقابل ایمان دشمنی را با اقربای خود کرده باشه، در مقابل اسلام یک مورد نیست، به هزاران مورد ما داریم. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه پدری خدا در جنگ قتل میکرد، در پیش روش می آمد قتل کرد، نگذاشته. عبدالله ابن ابی ابن سلول، بچه‌ش هم عبدالله نام داره، عبدالله منافق بزرگ که در شان پیغمبر کلمه گستاخی استعمال کرده بود، آمد پیش پیغمبر علیه السلام شمشیر کشیده، گفت یا رسول الله اجازه بده که پدری خود از بین ببر. او زمانی که در جنگ تبوک قطع منافقین دیگه اونجا سازش کردند و گپا گفته بودن لا یخرجن الاعز منها الاذل، اینی کلمه را استعمال کرده بود. زمانی که در مدینه داخل میشد، بچه نمی عبدالله ابن ابی ابن سلول که خودش هم عبدالله نام داره استاد شد. تا وقتی گفت در مدینه داخل شده نمیتونی تا که نگویی که ذلیل مستم او پیغمبر اعز است، تا که کلمه را نگفت نگذاشت. این کلمه را نگفت نگذاشت. اینطور واقعات خیلی از صحابه شده. این را میگه ایمان که آل تمام تعلقات و روابطش به مبنای کیست؟ عقیده. نه 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 نسب کار میکنه، نه اقربا پروری کار میکنه، نه نه، معتبر
ایمان است. اینی را میگه بندگی الله و محبت رسول الله. اینی را مردم میگه. ما امروز دسترخوان خیشی را قطعی این یهود و نصارا مانده که قطعی دیگاهشان هم اموار کردیم و میگیم مؤمن هستیم. قرآن میگه لا تجد قوم یؤمنون بالله. اگر کسی ایمان به الله به روز آخرت داشته باشه، تو قوم پیدا نمیکنه که محبت قطعی کسی بکنه که مخالفت دین الله را و رسول الله را میکنه. از همون خاطر دوستی کردن قطعی آدم بدعتی، قطعی او کسایی که واقعا توهین و تحقیر میکنه قوانین و احکام اسلام، قطعی زیاد دوستی کردن، یار عزت دادن، سلام پیش کردن قطعا نادرست است، حرام است، او این گناه سخت است. چرا که الله میگه کسی که ایمان داره این سخت وعید است، سخت وعید است. یعنی اگر کسی کار میکنه اثر مومن نیست. قرآنی طور وانمود میکنه و یدخلهم جنات تجری، داخل میکنه اینطور مردمار الله در باغا که روان است من تحت از زیرش الانهار و جویها خالدین فیها، همیشه دومی باشن. رضی الله عنهم، الله از یا راضی شده به این کمال ایمانشان، به کمال بندگی و طاعتشان. و ردو عنه، الله از یا راضی شده و ردو یام راضی شدن عنه از الله، به توفیقی همیطور ایمان دادن که همیطور درجات الله برشان داده. رضامندی را که انسان اعلان کنه الله راضی میشه. ما هم راضی استیم که ما را توفیق ترجمه قرآن داده، بس الله راضی میشه. اولئک حزب الله، این مردما کسایی که واقعا ایمان در قلبشان نوشته شده، چاپ شده و بعد از او مستحکم و پایدار شده توسط قرآن. اینی مردما را الله میگه اولئک حزب الله. این گروپ طایفه کیسته؟ گروپی الله است، گروپی الله. الا خبردار ان حزب الله، یقینا گروپی الله هم المفلحون، این مسترستگار امد دنیا که از هر قسم بدعت، شرک، از کارهای خرافات ناروا آلوده مکمل خود نگاه میکنه با واسطه کی؟ قرآن. و اینمی مردم هسته د مقصد رسیده فلاح. چرا؟ به خاطری که کل عمر خود ده هدایت تیر کده در راه مستقیمی که قرآن است، وقتی خود تیر کده اونجم کامیابی نصیب از یاست که دخول جنت اولیست. الله نصیب ما کنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.